کتاب یکم پادشاهان باب یکم. مادر سموئیل. و مرد از راماتیم صوفیم از کوه افرایم بود و نامش القانا ابن یروهام ابن الیهو ابن توهو ابن صوف بود و او افراطی بود. و او دو زن داشت، نام یکی حنا و نام دیگر فنینا بود. و فنینا بچه داشت ولی حنا بچه نداشت. و آن مرد هر سال از شهر خود می رفت تا که خداوند لشکرها را در شیلو عبادت نماید و برای او قربانی کند. و در آنجا دو پسر الی، آفنی و فینحاس، کاهنان خداوند بودند. و در آن روزی که القانا قربانی می کرد به زن خود فنینا و به همه پسران و دختران وی حصه ها می داد. ولیکن به حنا حصه دوچند می داد، زیرا که حنا را دوست می داشت اگرچه خداوند بطن ورا بسته بود. و پلنجش ورا سخت رنجانیده بسیار به خشم می آورد، برای آنکه خداوند بطنش را بسته بود. و این طور سال به سال واقع می شد. هر باری که وی به خانه خداوند می آمد، پلنجش چنان ورا می رنجانید که وی گریه می کرد و چیزی نمی خورد. و شوهرش القانا به وی می گفت: ای حنا، چرا گریه می کنی و چرا چیزی نمی خوری و چرا دلت محزون است؟ من آخر برای تو از 10 پسر بهتر هستم؟ و حنا بعد از خوردن و نوشیدن در شیلو برخاست و الی کاهن نزد پهلودری معبد خداوند بر کرسی نشسته بود. و وی با سوز دل سوی خداوند دعا می گفت و زار زار می گریست و نذر نموده گفت: ای خداوند لشکرها، اگر به اذیت کنیز خود نظر اندازی و مرا به یاد آوری و کنیز خود را فراموش نکنی و فرزندی نرینه به کنیز خود عطا فرمایی، من او را تمام ایام عمرش به خداوند خواهم داد و پاکو بر سر او نخواهد رسید. و از بس که دعای وی به حضور خداوند طول کشید، الی به دهان وی نظر دوخت و حنا در دل خود سخن می گفت. لبهایش فقط می جنبید ولی آوازش شنیده نمی شد. بنابراین الی گمان کرد که وی مست است. و الی به وی گفت: تا به کی مست می شوی؟ شراب را از خود دور کن. ولی حنا جواب گردانیده گفت: نه آقایم، من زنی دل شکسته هستم و شراب و عرق نمی نوشم، بلکه دل خود را به حضور خداوند خالی کردم. کنیز خود را زنی نابکار حساب نکن، زیرا که از بسیاری اندوه و کلفت خود تا حال سخن راندم. و الی جواب گردانیده گفت: به سلامتی برو و خدای اسرائیل خواهش تو را که از او التماس کرده به عمل خواهد آورد. و وی گفت: کاش که کنیز تو در نظرت التفات یابد. و زن به راه خود رفت و خوراک می خورد و چهرهش دیگر غمگین نبود. و آنها بامدادان بر محل برخاسته به حضور خداوند عبادت کردند و برگشته به خانه خود به راما آمدند. و القانا با زن خود حنا خوابید و خداوند ورا به یاد آورد. تولد سموئیل. و بعد از مدت حنا حامله گردیده پسر زاید و نام او را سموئیل خواند، زیرا که او را از خدا طلبیدم، گفت وی. و شوهرش القانا با تمام اهل بیتش رفت تا که قربانی سالانه و نذر خود را برای خداوند تقدیم نماید. ولی حنا نرفت، زیرا که به شوهرش گفته بود: وقتی که پسر از سینه جدا شود، او را خواهم برد و او نزد خداوند حاضر شده در آنجا به طور دائمی خواهد ماند. و شوهرش القانا به وی گفت: آنچه در نظرت پسند آید بکن، تا وقتی که او را از سینه جدا کنی بمان. کاش که خداوند سخنش را به عمل آورد. و زن ماند و پسرش را مکانید تا وقتی که او را از سینه جدا کرد. حنا سموئیل را نزد الی می آورد. و هنگامی که او را از سینه جدا کرد، یک نرگاوی 3 ساله، یک ایفه آرد و یک مشک شراب گرفته با او برآمد و او را به خانه خداوند به شیلو آورد و پسر هنوز خرد بود. و نرگاو را کشتند و پسر را نزد الی آوردند. و حنا گفت: لطفاً ای آقایم،
به حیاتت قسم می خورم ای آقایم. من همان زن هستم که در اینجا نزد تو ایستاده سوی خداوند دعا گفته بودم. برای همین پسر دعا گفته بودم و خداوند خواهش مرا که از او التماس کرده بودم و من عطا فرمود و من او را برای خداوند وقف نمودم. او تمام ایام عمر خود وقت برای خداوند خواهد بود و در آنجا خداوند را عبادت کردند. کتاب یکم پادشاهان باب دوم. دعای پیغمبرانه حنا. و حنا دعا خوانده گفت: دل من در خداوند خرسند شده است، شاخ من در خداوند بلند شده است، دهان من بر دشمنانم یله شده است، زیرا که از نجات تو شاد هستم. قدوس مثل خداوند نیست، زیرا که دیگر غیر از تو نیست و صخره مثل خدای ما نیست. سخنان هوا بلندانه را افزون نکنید، نطق گستاخانه از دهانت نبراید، زیرا که خداوند خدای همدان است و تمام اعمال نزد او سنجیده می شود. کمان زورآوران به شکست دچار می آید، ولی کمر بی‌مجالان قوت می یابد. سیران برای یک لب نان مزدور می شوند، ولی گرسنگان فراغت می یابند. حتی زنی نازای 7 بچه می زاید، ولی زنی سیرفرزند مبتلا می شود. خداوند می میراند و زندگی می بخشد، به قبر فرود می آورد و بر می خیزاند. خداوند بینوا می سازد و ثروتدار می گرداند، و زلالت می افتاند و بلند می بردارد. بینوایان را از خاک بر می خیزاند، مسکین را از درون اخلاد می بردارد تا که با میران همنشین سازد و کرسی جلال را نصیبشان گرداند، زیرا که ارکان زمین از آن خداوند است و جهان را او بر آنها استوار نموده است. قدم‌های مقدسان خود را نگهداری می کند و شریران در ظلمات محو می شوند، زیرا که آدمیزاد با قوتش زور نمی براید. آنهایی که به خداوند ضدیت نشان می دهند نیست و نابود می شوند. بر آنها او از آسمان رعد و برق می فرستد. خداوند اقصای زمین را داوری می نماید و به پادشاه خود قوت می بخشد و شاخ مسیح خود را بلند می بردارد. و القانا به خانه خود به راما رفت و آن امرد نزد ایلی کاهن خدمتگزار خداوند بود. پسران ایلی، ولیکن پسران ایلی شخصانی نابکار بودند، خداوند را نمی شناختند. و رفتار این کاهنان نسبت به قوم چنین بود: چون کسی قربانی می کرد، خدمتگزار کاهن در وقت پختن گوشت آن می آمد، در حالتی که سیخ 3 شاخه در دستش بود و آن را به لگن یا دیگ یا تاس فرو می فرستاد و هر چی را که آن سیخ می برآورد کاهن برای خود می گرفت. با همه اسرائیلیانی که به آنجا به شیلو می آمدند، آنها همین طور رفتار می کردند. ولیکن پیش از سوزانیدن چربو، خدمتگزار کاهن آمده به کسی که قربانی کرده است می گفت: گوشت برای کباب کاهن بده. او از تو گوشت پخته نمی گیرد، بلکه فقط گوشت خام. و اگر آن شخص به وی می گفت: اول چربو را بسوزانند و آنگاه هر چی دلت خواهد برای خود بگیر، وی می گفت: نه، خودی حاضر بده وگرنه با زوری می گیرم. و گناه آن جوانان به حضور خداوند بغاید عظیم بود، زیرا که این آدمان قربانی خداوند را خوار می داشتند. سموئیل امرد در خدمت خیمه. و سموئیل امرد به حضور خداوند خدمتگزاری می کرد، در حالتی که ایفود کتان در بر داشت. و جامه خرد مادرش برای او دوخته سال به سال به او می آورد، وقتی که وی با شوهر خود می آمد تا که قربانی سالانه را تقدیم نماید. و ایلی القانا و زن او را برکت داده گفت: بگذار خداوند به تو از این زن در عوض وقتی که برای خداوند داده ای نسل عطا فرماید. و آنها به مکان خود رفتند. حقیقتا خداوند حنا را توقد نمود و او حامله شده 3 پسر و 2 دختر زایید. و سموئیل امرد به حضور خداوند کلان می شد. و ایلی بغایت پیر شده بود و هر عملی را که پسرانش در حق تمام اسرائیل می کردند می شنید
و آن را نیز که چگونه آنها با زنانی که نزد درآمدگاه خیمه جامع جمع شدند خفت و خواب می نمودند. و به آنها گفت: چرا شما چنین عمل می کنید؟ من آخر این اعمال بد شما را از تمام قوم می شنوم. چنین عمل نکنید ای پسرانم، زیرا آوازه‌ای که من می شنوم خوب نیست. شما باعث معصیت قوم خداوند می گردید. اگر کسی بر ضد کسی گناه کند او را خداوند داوری می نماید، ولی اگر کسی بر ضد خداوند گناه کند کیست که برای وی شفاعت نماید؟ ولی آنها به آواز پدرشان گوش ندادند، زیرا خداوند قرار داده بود که آنها بمیرند. ولیکن سموئیل امرد تا رفت کلان شده هم در نظر خداوند و هم در نظر مردم التفات می یافت. آگاهی یافتن ایلی. و مرد خدا نزد ایلی آمده به او گفت: خداوند چنین می گوید: آیا من بر خاندان پدرت وقتی که آنها در مصر در خانه فرعون بودند خود را ظاهر نساختم؟ و آیا او را از همه سبطهای اسرائیل برای خود و کاهنی انتخاب ننمودم تا که بر قربانگاه من برآمده بخور بسوزاند و به حضور من ایفود بپوشد؟ و آیا همه هدیه ها را از قربانی های سوختنی بنی اسرائیل و خاندان پدرت نبخشیدم؟ چرا شما قربانی ها و هدیه های آردی مرا که برای مسکن خود امر فرمودم پایمال میکنید؟ و چرا تو پسران خود را نظر به من بیشتر محترم می داری تا که خود را از قسم بهترین همه هدیه های قوم من اسرائیل فربه گردانی؟ بنابراین خداوند خدای اسرائیل چنین می گوید: من گفته بودم که خاندان تو و خاندان پدرت به حضور من تا ابد راه خواهند رفت. ولی الحال می گوید خداوند: حاشا که من این را روا بینم، زیرا که من احترام کنندگان خود را احترام خواهم کرد، ولیکن ذلیل کنندگان من رسوا خواهند شد. اینک ایام فرا می رسد که من بازوی تو و بازوی خاندان پدرت را قطع خواهم کرد و طوری که پیر در خاندان تو نخواهد بود. و تو رقیب را در مسکن من خواهی دید در هر کاری نیکی که وی برای اسرائیل بکند و پیر در خاندان تو هرگز نخواهد بود. و اهل بیت تو را از قربانگاه خود تماما نخواهم دور کرد که این برای کاهانیدن چشمان تو و رنجانیدن جان تو باشد، ولی تمام نسل تو جوانمرگ خواهند شد. و آنچه به دو پسرت و حافنی و فینحاس روی می دهد علامت برای تو خواهد بود. هر دوی آنها در یک روز خواهند مرد. و کاهن امین را برای خود تعیین خواهم نمود که وی موافق دل من و موافق جان من عمل خواهد کرد و برای وی خاندان امین برپا خواهم نمود که آن به حضور مسیح من همیشه راه خواهد رفت. و طور واقع خواهد شد که هر کسی که از خاندان تو باقی مانده باشد آمده برای یک فلوس نقره و یک پارچه نان پیش وی سجده برد و بگوید: لطفاً مرا به یگان وظیفه کهانت تعیین نما تا که یک لب نان بخورم. کتاب یکم پادشاهان باب 3. سموئیل کاهن و نبی شد. و سموئیل امرد پیش ایلی خدمتگزار خداوند بود و کلام خداوند در آن ایام کمیافت بود و رویا هنوز معمول نبود. و روزی از روزها چنین واقع شد که ایلی در جایش خوابیده بود و چشمانش خیره گردیده بود به طوری که او نمی توانست ببیند و چراغ خدا هنوز خاموش نشده بود. و سموئیل در معبد خداوند می خوابید که در آنجا صندوق خدا بود. و خداوند سموئیل را خواند و او گفت: لبی. و شتابان سوی ایلی رفته گفت: لبی، تو مرا خواندی. ولی وی گفت: من تو را نخواندم، برگشته بخواب. و او رفته خوابید. ولیکن خداوند باری دیگر خواند: ای سموئیل. و سموئیل برخاسته نزد ایلی رفت و گفت: لبی، تو مرا خواندی. ولی وی گفت: من تو را نخواندم پسرم، برگشته بخواب. و سموئیل خداوند را هنوز نمی شناخت و کلام خداوند هنوز بر او ظاهر نشده بود.
و خداوند بار سیوم سموئیل را خواند و او برخاسته نزد الی رفت و گفت لبی، تو مرا خواندی. و الی فهمید که خداوند امرد را خوانده است. و الی به سموئیل گفت رفته بخواب و هنگامی که تو را بخواند بگوی ای خداوند بگوی، زیرا که بنده‌ات میشنود. و سموئیل رفته در جایش خوابید. و خداوند آمده بایستاد و مثل دفعه‌های پیش خواند ای سموئیل، سموئیل. و سموئیل گفت بگوی، زیرا که بنده‌ات میشنود. و خداوند به سموئیل گفت اینک من کاری در اسرائیل میکنم و هر کسی که درباره آن بشنود هر دو گوشش صدا خواهد داد. در آن روز من بر الی هر آنچه را که درباره خاندانش گفتم اجرا خواهم کرد و این کار شروع نموده آن را به انجام خواهم رسانید. و من به او خبر داده بودم که خاندان او را به صورت ابدی داوری خواهم نمود برای آن گناه او که او می دانست که پسرانش بر خود لعنت می آورند ولی او آنها را جلوگیری نکرد. بنابراین من در حق خاندان الی قسم خوردم که گناه خاندان الی با قربانی و هدیه تا ابد کفارت نخواهد شد. و سموئیل تا صبح خوابید و درهای خانه خداوند را باز کرد و سموئیل ترسید که این رؤیا را به الی خبر دهد. ولی الی سموئیل را خوانده گفت ای پسرم سموئیل. او گفت لبی. و گفت چه سخنی است که به تو گفته است؟ لطفاً از من پنهان ندار. خدا به تو چنین و زیاده از این بکند اگر از هر چیزی که به تو گفته است چیزی را از من پنهان داری. و سموئیل همه سخنان را به او بیان نمود و از او پنهان نداشت و او گفت او خداوند است و آنچه در نظرش پسند آید به عمل خواهد آورد. و سموئیل کلان می شد و خداوند با او بود و از همه سخنانش چیز ضایع نمی رفت. و تمام اسرائیل از دان تا به ارشابه دانستند که خداوند سموئیل را نبی امین خود یافته است. و خداوند باز در شیلو ظاهر شدن گرفت، چنان که خداوند در شیلو با کلام خداوند بر سموئیل ظاهر شد. کتاب یکم پادشاهان باب 4. فلیشتیان صندوق خدا را ضبط می نمایند. و کلام سموئیل به تمام اسرائیل رسید و اسرائیل به مقابل فلیشتیان به جنگ برآمدند و نزد ابن ازر اردو زدند و فلیشتیان در افق جایگیر شدند. و فلیشتیان به مقابل اسرائیل صف کشیدند و حرب و ضرب به عمل آمد و اسرائیلیان از فلیشتیان شکست خوردند که آنها در میدان کارزار تقریباً 4000 نفر را کشتند. و قوم به اردوگاه آمدند و پیران اسرائیل گفتند چرا خداوند امروز ما را پیش فلیشتیان شکست داد؟ پس صندوق عهد خداوند را نزد خود بیاریم و آن اندرون ما داخل شده ما را از دست دشمنانمان نجات خواهد داد. و قوم به شیلو فرستادند و صندوق عهد خداوند لشکرها را که در میان کروبیان ساکن است از آنجا برداشته آوردند. و دو پسر الی، آفنی و فینحاس در آنجا با صندوق عهد خدا بودند. و هنگامی که صندوق عهد خدا به اردوگاه داخل شد تمام اسرائیل با آواز بلند بانگ زدند و زمین به لرزه آمد. و فلیشتیان صدای بانگ را شنیده گفتند این صدای بانگ عظیم در اردوگاه عبریان چیست؟ و فهمیدند که صندوق خداوند به اردوگاه داخل شده است. و فلیشتیان ترسیدند زیرا که گفتند خدا به اردوگاه داخل شده است و گفتند وای بر حال ما، زیرا که چنین چیز نه دیروز و نه پریروز واقع نشده است. وای به حال ما، کیست که ما را از دست این خدای پر اقتدار خلاصی دهد؟ این همان خدایی است که مصریان را در بیابان به هر گونه بلاها گرفتار کرده است. قوی باشید و مردوار رفتار کنید ای فلیشتیان. مبادا به عبریان بندگی کنید چنان که آنها به شما بندگی میکردند. مردوار رفتار نموده حرب و ضرب کنید. و فلیشتیان حرب و ضرب کردند
و اسرائیلیان شکست خورده هر یک به خیمه خود گریختند و شکست آنها بغایت عظیم بود و از اسرائیلیان 30,000 سرباز پیاده کشته شدند. و صندوق خدا ضبط کرده شد و 2 پسر الی، آفنی و فینحاس تلف شدند. و یک مرد بنیامینی از میدان کارزار دویده در همان روز به شیلو آمد، در حالتی که لباسش دریده و خاک بر سرش پاشیده بود. و هنگامی که او آمد، اینک الی در سر راه بر کرسی منتظر خبر نشسته بود، زیرا که دلش برای صندوق خدا مضطرب بود. و آن مرد به شهر داخل شده خبر داد و تمام اهل شهر داد و فریاد برداشتند. و الی داد و فریاد را شنیده گفت: این صدای غلغله چیست؟ و آن مرد شتابان آمده به الی خبر داد. و الی 98 ساله بود و چشمانش کور شده بود و او نمی توانست ببیند. و آن مرد به الی گفت: من از میدان کارزار آمدم و من امروز از میدان کارزار گریختم. و او گفت: از چی واقعه روی داده است پسرم؟ و آن خبررسان جواب گردانیده گفت: اسرائیل از پیش فلیشتیان گریختند و نیز تار و مار عظیم در میان قوم به وقوع آمد و نیز 2 پسرت حافنی و فینحاس تلف شدند و صندوق خدا ضبط کرده شد. و همین که وی صندوق خدا را ذکر کرد، او از بالای کرسی نزد دروازه پشتناکی افتاد و گردنش شکسته مرد، زیرا که مرد پیر و گران بود. و او 40 سال بر اسرائیل داوری نمود. و کلین او زن فینحاس که حامله و ماه و روزش پر بود، چون خبری ضبط صندوق خدا و مفت پدرشو و شوهر خود را شنید، و زانو چوکیده زاید، زیرا که بناگاه درد یاد کرد. و در وقت مردنش زنانی که نزد وی ایستاده بودند گفتند: نترس، زیرا که پسر زاییدی. ولی وی جواب نگردانید و دقت نداد. و پسر را ایخابود نام مانده گفت: شرف اسرائیل را ترک کرد، چون که صندوق خدا ضبط گردیده پدرشو و شوهر وی تلف شده بودند. و گفت: شرف اسرائیل را ترک کرد، زیرا که صندوق خدا ضبط گردید. کتاب یکم پادشاهان باب 5. صندوق بر فلیشتیان لعنت خدا را می آورد. و فلیشتیان صندوق خدا را ضبط نموده از ابن ازر به اشدود آوردند. و فلیشتیان صندوق خدا را گرفتند و آن را به خانه داجون آوردند و آن را نزد داجون گذاشتند. و فردای آن اشدودیان بر محل برخاستند و اینک داجون پیش صندوق خداوند رو به زمین غلطیده است. و آنها داجون را برداشتند و آن را از نو در جایش گذاشتند. و فردای آن بامدادان آنها بر محل برخاستند و اینک داجون پیش صندوق خداوند رو به زمین غلطیده است. و کله داجون و 2 کف دستش قطع گردیده بر آستانه خوابیده است. فقط تن داجون در جایش مانده است. بنابراین کاهنان داجون و همه آنهایی که به خانه داجون می آیند تا امروز بر آستانه داجون در اشدود پای نمی مانند. و دست خداوند بر اشدودیان گران آمد و او حال آنها را تباه نموده در اشدود و نواحی آن به آبیله ها گرفتار کرد. و چون مردم اشدود دیدند که احوال چنین است، گفتند: صندوق خدای اسرائیل با ما نخواهد ماند، زیرا که دست او بر ما و بر خدای ما داجون گران آمد. و فرستاده همه سروران فلیشتیان را نزد خود جمع کرده گفتند: با صندوق خدای اسرائیل چی کنیم؟ و گفتند: بگذار صندوق خدای اسرائیل به جت گذرانیده شود. و صندوق خدای اسرائیل را گذرانیدند. و چنین واقع شد که بعد از گذرانیدن آن، دست خداوند در این شهر باعث دهشت بزرگ گردید و مردم شهر را از خور تا کلان ضربه زد و بر تنشان آبیله ها پیدا شد. و صندوق خدا را به اقرون فرستادند و هنگامی که صندوق خدا به اقرون رسید، اقرونیان فریاد زده گفتند:
صندوق خدای اسرائیل را نزد ما گذرانیدند تا که ما و قوم ما را بکشند. و فرستاده همه سروران فلیشتیان را جمع کرده گفتند: صندوق خدای اسرائیل را روانه کنید تا که آن به مکان خود برگردد و ما و قوم ما را نکشد. زیرا که در تمام شهر دهشت هلاکت آور حکم فرما بود. دست خداوند در آنجا بغایت گران آمده بود. و کسانی که نمرده بودند به آبله ها گرفتار گردیدند و استغاثه اهل شهر تا به آسمان بلند شد. کتاب یکم پادشاهان باب 6. صندوق به خانه یهوشع بیت شمشی می آید. و صندوق خداوند در زمین فلیشتیان 7 ماه ماند. و فلیشتیان کاهنان و جادوگران را دعوت نموده گفتند: با صندوق خداوند چی کنیم؟ و ما بگوید که آن را به مکانش چگونه روانه نماییم. آنها گفتند: اگر صندوق خدای اسرائیل را روانه می کرده باشید، آن را خالی روانه نکنید، بلکه قربانی جرم برای او بیارید. آنگاه شفا خواهید یافت و خواهید دانست که چرا دست او از شما دور نشده است. گفتند: چگونه قربانی جرم ما باید برای او بیاریم؟ آنها گفتند: موافق شماره سروران فلیشتیان 5 آبیله طلا و 5 موش طلا بیارید، زیرا که بر همه شما و بر سروران شما همان یک وباست. پس صورتهای آبیله های خود و صورتهای موشهای خود را که زمین را ولنگار می کنند بسازید و خدای اسرائیل را جلال دهید. شاید او دست خود را بر شما و بر خدایان شما و بر زمین شما نرم سازد. چرا شما دل خود را سخت می کنید؟ چنان که مصریان و فرعون دل خود را سخت کردند. آخر وقتی که او آنها را به بلاها گرفتار کرد، مجبور شده آنها را جواب دادند و آنها رفتند. و الحال زود عرابه نوی بسازید و 2 مادگاو نوزای را که یوغ بر گردنشان مانده نشده باشد بگیرید و آن مادگاوها را به عرابه ببندید و گساله هاشان را از آنها جدا کرده به خانه برید. و صندوق خداوند را گرفته بر عرابه بمانید و کالای طلا را که همچون قربانی جرم برای او آوردید در قوطی به پهلوی آن بگذارید و آن را روانه کنید تا که برود. و نگاه کنید، اگر آن با راه حدود خود سوی بیت شمش روانه شود، بدانید که آن این بلای عظیم را بر سر ما آورده است. وگرنه خواهیم دانست که دست او ما را ضربه نزده است، بلکه آنچه به ما روی داد تصادفی بوده است. و آن مردم چنین کردند. 2 مادگاو نوزای را گرفته به عرابه بستند و گساله هاشان را در خانه نگاه داشتند. و صندوق خدا را با قوطی موشهای طلا و صورتهای آبله ها بر عرابه گذاشتند. و مادگاوها راست با راه بیت شمش روانه شدند. با همین یک راه می رفتند و ماء می زدند، ولی به طرف راست یا چپ میل نمی کردند. و سروران فلیشتیان از عقب آنها تا حدود بیت شمش رفتند. و اهل بیت شمش در وادی گندم درو می کردند و چشمان خود را بلند کرده صندوق را دیدند و از دیدنش شاد گشتند. و عرابه به کشزار یهوشع بیت شمشی رسیده باز ایستاد و در آنجا سنگ کلانی بود و چوههای عرابه را شکستند و مادگاوها را قربانی سوختنی برای خداوند برآوردند. و لیوی زادگان صندوق خداوند و قوطی را که با آن بوده اندرونش کالای طلا بود فرود آوردند و بر سنگ کلان گذاشتند. و مردم بیت شمش در آن روز برای خداوند قربانی های سوختنی برآوردند و قربانی های سلامتی ذبح کردند. و 5 سرور فلیشتیان این را دیدند و همان روز به اقرون برگشتند. و این است آبیله های طلا که فلیشتیان همچون قربانی جرم برای خداوند آورده بودند. برای اشدود 1 تا، برای غزه 1 تا، برای اشقلون 1 تا، برای جت 1 تا، برای اقرون 1 تا. و موشهای طلا موافق شماره همه شهرهای فلیشتیان که به آن 5 سرور تعلق داشتند بود، چه از شهرهای حصاردار
و چه از دهات به‌حصار و آن سنگ کلان که صندوق خداوند را بر آن گذاشته بودند تا امروز در کیشدار یهوشع بیت شمشی باقی است. و مردم بیت شمش را که به درون صندوق خداوند نظر انداخته بودند ضربه زد و از میان قوم 70 نفر را ضربه زد و قوم ماتم گرفتند، زیرا که خداوند قوم را ضربه عظیم زده بود. و مردم بیت شمش گفتند: کیست که به حضور خداوند، به حضور این خدای قدوس بتواند ایستاد؟ و او از پیش ما نزد کی خواهد رفت؟ و قاصدان را نزد ساکنان قریه یعریم فرستاده گفتند: فلیشتیان صندوق خداوند را برگردانیدند، آمده آن را نزد خود ببرید. کتاب یکم پادشاهان باب 7. صندوق در خانه امیناداب. سموئیل داور بر اسرائیل. و مردم قریه یعریم آمده صندوق خداوند را برداشته بردند و آن را به خانه امیناداب که در جبعا بود درآوردند و پسر او العازار را تقدیس کردند تا که صندوق خداوند را نگهبانی نماید. و از روزی که صندوق در قریه یعریم ساکن شد، ایام زیاد مرور کرده 20 سال گذشت و تمام خاندان اسرائیل خداوند را یاد کردند. و سموئیل به تمام خاندان اسرائیل سخن رانده گفت: اگر شما با تمام دل خود سوی خداوند رجوع نموده خدایان بیگانه و اشتاره ها را از میان خود دور سازید و دلهای خود را مایل گردانیده تنها او را عبادت نمایید، او شما را از دست فلیشتیان رها خواهد کرد. و بنی اسرائیل بعلها و اشتاره ها را دور ساخته تنها خداوند را عبادت کردند. و سموئیل گفت: همه اسرائیلیان را در مصفا جمع کنید تا که درباره شما نزد خداوند دعا گویم. و آنها در مصفا جمع شدند و آب کشیده به حضور خداوند ریختند و در آن روز روزه داشتند و در آنجا گفتند: ما به حضور خداوند گناه کرده ایم. و سموئیل بنی اسرائیل را در مصفا داوری نمود. و چون فلیشتیان شنیدند که بنی اسرائیل در مصفا جمع شدند، سروران فلیشتیان به مقابل اسرائیل برآمدند و بنی اسرائیل این را شنیده از فلیشتیان ترسیدند. و بنی اسرائیل به سموئیل گفتند: از استغاثه بردن در حق ما سوی خداوند خدای ما خاموش نباش تا که او ما را از دست فلیشتیان نجات دهد. و سموئیل یک بره شیرخوار را گرفت و آن را برای خداوند کاملا قربانی سوختنی برآورد. و سموئیل برای اسرائیل سوی خداوند استغاثه برد و خداوند او را اجابت نمود. و هنگامی که سموئیل قربانی سوختنی می برآورد، فلیشتیان آمدند تا که با اسرائیل جنگ کنند. و در آن روز خداوند با صدای عظیم بر فلیشتیان گلدراز زده آنها را به دهشت آورد و آنها پیش اسرائیل شکست خوردند. و مردم اسرائیل از مصفا بیرون آمده فلیشتیان را تعقیب کردند و تا دمی که به بیت کار رسیدند آنها را ضربه زدند. و سموئیل یک سنگ را گرفته در میان مصفا و شن گذاشت و آن را ابن عزر نامیده گفت: تا اینجا خداوند به ما مدد کرد. و فلیشتیان مغلوب گردیدند و دیگر به حدود اسرائیل ندرآمدند. و در تمام ایام سموئیل دست خداوند بر فلیشتیان بالا بود. و شهرهایی که فلیشتیان از اسرائیل گرفته بودند از اقرون تا جد به اسرائیل برگردانیده شد و حدود آنها را اسرائیل از دست فلیشتیان رها کرد و در بین اسرائیل و اموریان صلح شد. و سموئیل تمام ایام عمر خود اسرائیل را داوری نمود. و او سال به سال رفته بیتیل و جلجال و مصفا را دور میزد و بر اسرائیل در همه این موضعها داوری می نمود. و بر راما برمیگشت، زیرا که در آنجا خانه او بود و در آنجا بر اسرائیل داوری می نمود و در آنجا برای خداوند قربانگاه بنا کرد. کتاب یکم پادشاهان باب 8. اسرائیل پادشاه می طلبد. و هنگامی که سموئیل پیر شد، پسران خود را بر اسرائیل داور تعیین نمود.
و نام پسر نخست‌زاده او یوئیل بود و نام دویمش ابیا. آنها در بیرشابه داور بودند. ولی پسران او با راه او رفتار ننمودند، بلکه به طمع مایل گردیده رشوه می‌خوردند و در داوری کجکاری می‌کردند. و همه پیران اسرائیل جمع شده نزد سموئیل و راما آمدند و به او گفتند: اینک تو پیر شده ای و پسرانت با راه تو رفتار نمی کنند. اکنون بر ما پادشاه تعیین نما تا که بر ما مثل خلقهای دیگر داوری کند. و این گپ به نظر سموئیل بد نمود وقتی که گفتند: و ما پادشاه بده تا که بر ما پادشاهی کند. و سموئیل سوی خداوند دعا گفت. اسرائیل حاکمیت خدا را رد می کند. و خداوند به سموئیل گفت: آواز قوم را در هر چی به تو میگویند بشنو، زیرا که آنها تو را رد نکردند بلکه مرا رد کردند تا که بر آنها پادشاهی نکنم، مثل تمام اعمالی که آنها از روز بیرون آوردنم از مصر تا امروز به جا آوردند و مرا ترک نموده خدایان دیگر را عبادت کردند، آنچنان آنها با تو نیز رفتار می نمایند. و الحال آواز آنها را بشنو، اما به طور قطعی آنها را تأکید نما و از تعامل پادشاهی که بر آنها پادشاهی خواهد کرد آنها را آگاهی بده. و سموئیل همه سخنان خداوند را به قومی که از او پادشاه می طلبیدند بیان نمود و گفت: تعامل پادشاهی که بر شما پادشاهی خواهد کرد چنین است: او پسران شما را گرفته برای خود به خدمت عرابه ها و اهل رکاب خود تعیین خواهد نمود و آنها پیشاپیش عرابه هایش خواهند دوید و از آنها برای خود میری هزارها و میری 50 تعیین خواهد نمود و بعضی را براندن کشتزارش و درویدن حاصلاتش و به ساختن آلات جنگش و اسباب عرابه هایش خواهد برگماشت. و دختران شما را برای عطرسازی، آشپزی و نانوایی خواهد گرفت و بهترین کشتزارها، تاکستانها و باغهای زیتون شما را گرفته و خدمتگزاران خود خواهد داد و از حاصل کشتزارها و تاکستانهای شما عشر گرفته و خواجه سرایان و خدمتگزاران خود خواهد داد و نفکران شما را و کنیزان شما را و بهترین جوانان شما را و خران شما را گرفته برای کارهای خود استفاده خواهد برد و عشر بز و گوسفندان شما را خواهد گرفت و خود شما بندگان او خواهید شد. و در آن روز از دست پادشاه خود که برای خود انتخاب نمودید به داد خواهید آمد و خداوند شما را در آن روز اجابت نخواهد کرد. ولیکن قوم از شنیدن آواز سموئیل سر تافته گفتند: نه، بگذار بر ما پادشاه باشد و ما نیز مثل همه خلقها خواهیم بود و پادشاهمان بر ما داوری خواهد نمود و پیشاپیش ما برآمده جنگ‌های ما را خواهد برد. و سموئیل همه سخنان قوم را شنیده آنها را به سمع خداوند رسانید. و خداوند به سموئیل گفت: آواز آنها را بشنو و پادشاه بر آنها تعیین نما. و سموئیل به مردم اسرائیل گفت: هر یک به شهر خود بروید. کتاب یکم پادشاهان باب 9. و پادشاهی انتخاب شدن شاول. و مرد از ملک بنیامین بود و نامش قیش ابن ابیئیل ابن سرور ابن بکورت ابن افیحه بوده، پسر یک شخص بنیامینی و جنگاوری دلیر بود. و او پسری داشت که نامش شاول بود و جوانی به نظر نمایان و خوب سیمای بود و در میان بنی اسرائیل کسی از او خوب سیماتر نبود. او خوشقد و قامت بوده، از تمام قوم یک سر و گردن بلند بود. و مادخرهای قیش پدر شاول گم شد. و قیش به پسر شاول گفت: لطفاً یکی از نفکران را همراه خود بگیر و برخاسته برای جستجوی مادخرها برو. و او کوه افرایم را طی نمود و زمین شالیشا را طی نمود، ولیکن نیافتند. و زمین شعلیم را طی کردند ولی نبود.
و زمین بنیامین را طی نمود ولیکن نیافتند. وقتی که آنها به زمین صوف رسیدند، شاول به نوکرش که با او بود گفت: بیا برگردیم. مبادا پدرم از بحر مادخرها گذشته غم ما را بخورد. ولی وی به او گفت: اینک لطفاً مرد خدا در این شهر هست و او مرد محترم است. هرچی او بگوید همیشه به عمل می آید. الحال به آنجا برویم. او شاید راهی را که باید با آن برویم و ما نشان دهد. و شاول به نوکرش گفت: اینک اگر برویم و آن مرد چی چیزی ببریم؟ زیرا که نان در تربه های ما باقی نمانده است و سوغاتی نیست که به مرد خدا بیاریم. پس چی چیزی داریم؟ و آن نوکر باز به شاول جواب گردانیده گفت: اینک در دستم 4 سقل نقره است و آن را به مرد خدا می دهم تا که راه ما را به ما نشان دهد. در زمان قدیم اگر کسی در اسرائیل برای پرسیدن از خدا می رفت چنین می گفت: بیایید نزد پیشبین برویم، زیرا که نبی امروزه در زمان قدیم پیشبین نامیده می شد. و شاول به نوکرش گفت: سخنت خوب است، بیا برویم. و آنها به شهری که در آنجا مرد خدا بود رفتند. هنگامی که آنها به فراز شهر بالا می برآمدند و دخترانی واخوردند که برای آب کشیدن بیرون می رفتند و به آنها گفتند: آیا پیشبین در اینجاست؟ در جواب آنها گفتند: آره، اینک او پیش توست. الحال شتاب نما، زیرا که او امروز به شهر آمده است، چون که قوم امروز بر بلندی قربانی می کنند. همین که به شهر در آمدید، پیش از آن که او برای خوراک خوردن به بلندی برآید، او را بیابید، زیرا که قوم تا آمدن او خوراک نمی خورند، چون که او قربانی را برکت می دهد و بعد از آن دعوت شدگان خوراک می خورند. و الحال برآیید، زیرا که حالا او را می توانید بیابید. و آنها سوی شهر برآمدند. هنگامی که آنها به درون شهر داخل می شدند، اینک سموئیل به پیشواز آنها بیرون آمد تا که به بلندی برآید. و خداوند 1 روز پیش از آمدن شاول گوشرسی سموئیل کرده گفته بود: فردا در همین وقت من شخصی را از زمین بنیامین نزد تو می فرستم و تو او را تدهین نما تا که بر قوم من اسرائیل رئیس باشد و قوم مرا از دست فلیشتیان نجات دهد، زیرا که به قوم خود نظر کردم، چون که استغاثه آنها به من رسیده است. و هنگامی که سموئیل شاول را دید، خداوند به او گفت: این از شخصی که در بارش به تو گفتم، او قوم مرا اداره خواهد کرد. و شاول اندرون دروازه به سموئیل نزدیک آمده گفت: لطفاً به من بگو که خانه پیشبین کجاست؟ و سموئیل به شاول جواب گردانیده گفت: من پیشبین هستم، پیشا پیش من به بلندی برآ و شما امروز با من خوراک خواهید خورد و بامدادان تو را روانه نموده هر آنچه در دلت هست به تو خواهم گفت. و درباره مادخرهایت که 3 روز پیش از این گم شده است غم نخور، زیرا که یافت شده است. و تمام ناز و نعمت اسرائیل برای کیست؟ آن آخر برای توست و برای تمام خاندان پدر توست. و شاول جواب گردانیده گفت: من آخر بنیامینی، یعنی از خردترین سبطهای اسرائیل هستم و قبیله من از همه قبیله های سبط بنیامین خردتر است. پس چرا چنین سخنی به من میگویی؟ و سموئیل شاول و نوکر او را گرفته به خانه درآورد و با آنها در سر دعوت شدگان که قریب 30 نفر بودند جا داد. و سموئیل به طباخ گفت: قصه را که به تو دادم و درباره آن به تو گفتم که پیش خود نگاه داری بیار. و طباخ ران را با هرچی بر آن بود برداشته پیش شاول گذاشت و گفت: اینک آنچه نگاه داشته شده بود پیش تو گذاشته شد. بخور، زیرا که آن برای تو تا همین دم نگاه داشته شده است، از وقتی که گفتم قوم را دعوت نمودم. و شاول در آن روز با سموئیل خوراک خورد. و آنها از بلندی به شهر فرود آمدند و بر بالای بام او با شاول گفتگو کرد.
و آنها بر محل برخاستند و برابر دمیدن شفق صبح سموئیل شاول را به بالای بام دعوت نموده گفت برخیز تا که تو را روانه کنم. و شاول برخاست و هر دویشان او و سموئیل بیرون رفتند. هنگامی که آنها به کنار شهر فرود آمدند سموئیل به شاول گفت و نفکر بگو که از ما پیش گذرد. وی پیش گذشت و الحال تو بیست تا که کلام خدا را به تو بشنوانم. کتاب یکم پادشاهان باب 10. سموئیل شاول را تدهین نمود. و سموئیل ظرف روغن را گرفته بر سر او ریخت و او را بوسیده گفت اینک خداوند تو را بر میراث خود تدهین نمود تا که رئیس آن باشی. امروز وقتی که از پیش من می روی نزد قبر راحل در حدود بنیامین در سلسه و 2 آدم دچار خواهی آمد و آنها به تو خواهند گفت مادخرها که برای جستجویشان رفته بودی یافت شده است و اینک پدرت مسئله مادخرها را از خاطر برآورده غم شما را می خورد و می گوید در خصوص پسرم چی کنم؟ و از آنجا زود گذشته رفته به بلوط تابور خواهی رسید و در آنجا به تو 3 مرد دچار خواهند آمد که سوی خدا به بیتیل می روند. یکی از آنها 3 بزغاله را برداشته می برد. دیگری 3 قرص نان را برداشته می برد و سیومی مشک شراب را برداشته می برد. و آنها سلامتی تو را خواهند پرسید و 2 نان به تو خواهند داد که از دستشان خواهی گرفت. پس از آن تو به جبعای خدا خواهی آمد که در آنجا فوج فلیشتیان هستند و هنگامی که در آنجا به شهر درایی و دسته انبیا دچار خواهی آمد که از بلندی فرود می آیند و پیشا پیش آنها عود و دف و نی و بربط هست و آنها نبوت می کنند و روح خداوند بر تو نازل شده با آنها نبوت خواهی کرد و تو شخص دیگری خواهی گردید. و هنگامی که این علامت ها با تو روی دهد هر آنچه از دستت آید بکن زیرا که خدا با توست. و پیش از من به جلجال فرود آی و اینک من نزد تو فرود خواهم آمد تا که قربانی های سوختنی بیارم و قربانی های سلامتی ذبح نمایم. 7 روز منتظر باش تا که نزد تو بیایم و آنگاه تو را آگاه خواهم نمود که چی باید بکنی. و چون او پشت خود را گردانید تا که از پیش سموئیل برود خدا به او دلی دیگری بخشید و همه آن علامت ها در آن روز به عمل آمد. و هنگامی که آنها به تل رسیدند اینک دسته انبیا به پیشواز او پیدا شدند و روح خداوند بر او نازل شد و او در میان آنها نبوت نمود. و همه آنهایی که پیش از این او را می شناختند چون دیدند که اینک او با انبیا نبوت می نماید در میان قوم به همدیگر گفتند و پسر قیش چه حادثه روی داده است؟ آیا شاول نیز از جمله انبیا است؟ و یکی از کسان آنجا جواب گردانیده گفت پس پدر آنها کیست؟ بنابراین مقال پیدا شد آیا شاول نیز از جمله انبیاست؟ و او از نبوت کردن فارغ شده به بالای بلندی برآمد. و عمک شاول به او و نفکر او گفت کجا رفته بودید؟ او گفت برای کافته یافتن مادخرها ولی چون دیدیم که نیستند پیش سموئیل در آمدیم. و عمک شاول گفت لطفاً به من حکایت کن که سموئیل به شما چی گفت؟ و شاول به عمک خود گفت او به ما خبر داد که مادخرها یافت شده است ولی درباره مسئله پادشاهی که سموئیل گفته بود به وی خبر نداد. و سموئیل قوم را سوی خداوند به مصفا دعوت نمود و به بنی اسرائیل گفت خداوند خدای اسرائیل چنین میگوید من اسرائیل را از مصر بیرون آوردم و شما را از دست مصریان و از دست همه مملکت هایی که شما را به تنگ می آوردند رها کردم. و شما امروز خدای خود را که شما را از همه تنگی ها و مصیبت های شما نجات می دهد رد نموده به او گفتید پادشاه بر ما تعیین نما و الحال موافق سبط ها و قبیله های خود به حضور خداوند حاضر شوید.
و سموئیل همه سبطهای اسرائیل را برای قرعه نزدیک آورد و قرعه به سبط بنیامین افتاد و سبط بنیامین را موافق قبیله های آن نزدیک آورد و قرعه به قبیله مطری افتاد و قرعه به شاول ابن قیش افتاد و او را جستجو کردند ولی نیافتند و باری دیگر از خدا پرسیدند آیا باز مرد به اینجا خواهد آمد؟ و خداوند گفت اینک او اندرون اشیا پنهان شده است. و آنها دویده او را از آنجا گرفتند و او در میان قوم بایستاد و از تمام قوم یک سر و گردن بلند بود. و سموئیل به تمام قوم گفت آیا شما می‌بینید که خداوند کی را انتخاب نموده است؟ زیرا که در تمام قوم کسی مثل او نیست. و تمام قوم ندا کرده گفتند زنده باد پادشاه. و سموئیل تأمل پادشاهی را به قوم بیان نموده در کتاب نوشت و آن را پیش خداوند گذاشت. و سموئیل تمام قوم را روانه کرد تا که هر یک به خانه خود برود. و شاول نیز به خانه خود به جبعا رفت و مردم عدالت پیشه که ترس خدا در دلشان جایگیر بود همراه او رفتند. ولیکن مردم سفیل گفتند آیا این آدم میتواند ما را نجات دهد؟ و او را خوار دیده هدیه برایش نآوردند ولی او خود را به نافهمی زد. کتاب یکم پادشاهان باب 11. غلبه شاول نزد یابیش گلعاد. و ناهاش امونی برآمده نزد یابیش گلعاد اردو زد. و تمام مردم یابیش و ناهاش گفتند با ما عهد ببند و ما خدمت تو را بجا خواهیم آورد. و ناهاش امونی به آنها گفت با چنین شرط با شما عهد خواهند بست که چشم راستی هر یک از شما کنده شود و شما را ننگ بر تمام اسرائیل خواهم گردانید. و پیران یابیش به او گفتند و ما 7 روز مهلت بده تا که به تمام حدود اسرائیل قاصدان بفرستیم و اگر نجات دهنده برای ما یافت نشود پیش تو بیرون خواهیم آمد. و قاصدان به جبعای شاول آمده این سخنان را به گوش قوم رسانیدند و تمام قوم آواز خود را بلند کرده گریستند. و اینک شاول در عقب گاوان از صحرا آمد و شاول گفت قوم را چی شده است که می گریند؟ و سخنان مردم یابیش را به او حکایت کردند. و هنگامی که شاول این سخنان را شنید روح خدا بر او نازل شد و غضبش به غایت علنگه زد و جفت گاوان را گرفته پاره پاره کرد و به واسطه قاصدان به تمام حدود اسرائیل فرستاده گفت کسی که از پی شاول و از پی سموئیل بیرون نآید و گاوانش همین طور کرده خواهد شد. و ترس خداوند بر قوم افتاد و همه مثل یک تن بیرون آمدند. و او آنها را در بازخ شمرد و بنی اسرائیل 300,000 و مردم یهودا 30,000 بودند. و به قاصدانی که آمده بودند گفتند و مردم یابیش گلعاد چنین بگویید فردا در وقت گرمی آفتاب برای شما نجات خواهد آمد. و قاصدان آمده به مردم یابیش خبر دادند و آنها شادی کردند. و مردم یابیش گفتند فردا پیش شما بیرون خواهیم آمد و هر چی در نظرتان پسند آید با ما بکنید. و فردایش چنین واقع شد که شاول قوم را به 3 فوج تقسیم نمود و آنها در پاس سحری به درون اردوگاه آمدند و تا وقت گرمی آفتاب امونیان را تار و مار کردند و بقیه آنها پراکنده شدند به طوری که 2 نفر از آنها در یک جا نماندند. و قوم به سموئیل گفتند کیست که گفته است نخواد که شاول بر ما پادشاهی کند آن کسان را بدهید و ما آنها را خواهیم کشت. ولی شاول گفت کسی امروز کشته نخواهد شد زیرا که امروز خداوند برای اسرائیل نجات به عمل آورد. و سموئیل به قوم گفت بیایید به جلجال برویم و سلطنت را در آنجا از نو برقرار نماییم. و تمام قوم به جلجال رفتند
و در آنجا شاول را به حضور خداوند در جلجال پادشاه تعیین نمودند و در آنجا به حضور خداوند قربانی های سلامتی ذبح کردند و در آنجا شاول و تمام مردم اسرائیل نهایت درجه شاد گردیدند. کتاب یکم پادشاهان باب 12. سموئیل عنوان داور را از گردن خود ساقط میکند. و سموئیل به تمام اسرائیل گفت: اینک من آواز شما را در هر چی به من گفتید شنیدم و پادشاه بر شما تعیین نمودم. و الحال اینک پادشاه پیشاپیش شما راه می رود و من پیر و موسفید شدم و پسران من با شما می باشند و من از جوانی خود تا امروز پیشاپیش شما راه می رفتم. اینک من حاضرم پس به حضور خداوند و پیش مسیح او در حق من شهادت دهید که گاو کی را گرفتم و خری کی را گرفتم و کی را رنجانیدم و کی را به تنگ آوردم و از دست کی رشوه گرفته از وی چشم پوشیدم و من به شما تلافی خواهم داد. و آنها گفتند: تو ما را نرنجانیده ای و به تنگ نآورده ای و چیزی از دست کسی نگرفته ای. و او به آنها گفت: خداوند بر شما شاهد است و مسیح او امروز شاهد است که شما چیزی در دست من نیافته اید. و آنها گفتند: شاهد است. و سموئیل به قوم گفت: خداوند است که موسی و هارون را برگزید و پدران شما را از زمین مصر برآورد. و اکنون حاضر شوید تا که با شما به حضور خداوند درباره همه نیکی هایی که خداوند به شما و به پدران شما کرده است محاکمه نمایم. وقتی که یعقوب به مصر آمد و پدران شما سوی خداوند استغاثه بردند، خداوند موسی و هارون را فرستاد و آنها پدران شما را از مصر بیرون آورده در این مکان آنها را جایگیر کردند. ولیکن آنها خداوند خدای خود را فراموش کردند و او آنها را به دست سیسرا سرلشکری حاصور و به دست فلیشتیان و به دست پادشاه موآب سپرد که به مقابل آنها جنگ کردند. و آنها سوی خداوند فریاد زده گفتند: گناه کرده ایم، زیرا که خداوند را ترک کرده بعلها و اشتاره ها را عبادت نموده ایم و الحال ما را از دست دشمنان ما رهایی ده و ما تو را عبادت خواهیم نمود. و خداوند یروبعل و بدان و یفتح و سموئیل را فرستاد و شما را از دست دشمنانتان که در گرد و پیشتان بودند رها کرد و شما در امنیت سکونت نمودید. و چون دیدید که ناهاش پادشاه بنی عمون و مقابل شما می آید به من گفتید: نه، بگذار پادشاه بر ما پادشاهی کند و حالان که خداوند خدای شما پادشاه شماست. و الحال اینک پادشاهی که انتخاب نمودید و او را طلبیدید و اینک خداوند بر شما پادشاه تعیین نموده است. اگر از خداوند ترسیده او را عبادت نمایید و آوازش را بشنوید و به فرمان خداوند ضدیت نشان ندهید، آنگاه هم خودتان و هم پادشاهتان که بر شما پادشاهی میکند در پناه خداوند خدای خود خواهید بود. ولیکن اگر آواز خداوند را نشنوید و به فرمان خداوند ضدیت نشان دهید، آنگاه خداوند بر ضد شما خواهد بود چنان که بر ضد پدران شما بود. بر طبق دعای سموئیل خداوند رعد و باران میفرستد. نیز الحال بایستید و این کاری بزرگ را که خداوند در پیش نظر شما به جا می آورد ببینید. امروز آخر موسم درویدن گندم است، ولی من سوی خداوند خواهم خواند و او رعد و باران خواهد فرستاد تا شما بدانید و ببینید که چگونه گناه عظیم پیش نظر خداوند به عمل آوردید وقتی که برای خود پادشاه طلبیده اید. و سموئیل سوی خداوند خواند و خداوند در آن روز رعد و باران فرستاد و تمام قوم از خداوند و از سموئیل بغایت ترسیدند. و تمام قوم به سموئیل گفتند: برای بندگان سوی خداوند خدای خود دعا بگوی تا که نمیریم، زیرا که ما بر همه گناه های خود باز شرارت زم نموده ایم وقتی که برای خود پادشاه طلبیده ایم. و سموئیل به قوم گفت: نترسید،
اگرچه شما این شرارت را به عمل آورده اید، لیکن از پیروی خداوند دور نشوید، بلکه با تمام دل خود خداوند را عبادت نمایید. به هیچ وجه دور نشوید، وگرنه چیزهای هیچ و پوچ را پیروی خواهید نمود که آنها بیفایده است و رها نخواهد کرد، چون که آنها هیچ و پوچ است. اما خداوند به خاطر اسم بزرگی خود قوم خود را ترک نخواهد کرد، زیرا خداوند عزم نموده است که شما را برای خود قوم گرداند. خودی من نیز حاشا که من به حضور خداوند چنین گناه را به خود روا بینم که برای شما دعا گفتن را ترک نمایم، بلکه شما را به راه نیک و راست هدایت خواهم کرد. فقط از خدا بترسید و او را به راستی با تمام دل خود عبادت نمایید، زیرا ببینید که چگونه کارهای بزرگ او برای شما کرده است. ولیکن اگر به شرارت داده شوید، هم خودتان و هم پادشاهتان به هلاکت خواهید رسید. کتاب یکم پادشاهان باب 13. خودسری شاول. شاول 30 ساله بود که پادشاه شد و چون 2 سال بر اسرائیل پادشاهی کرد، شاول برای خود 3000 نفر از اسرائیلیان انتخاب نمود که 2000 نفر آنها با شاول در مخماس و در کوه بیتیل بودند و 1000 نفرشان با یوناتان در جبعای بنیامین بودند و بقیه قوم را او فرستاد تا که هر یک به خیمه خود برود. و یوناتان به فوج فلیشتیانی که در جبعا بودند شکست رسانید و فلیشتیان این را شنیدند و شاول در تمام زمین شاخ نواخته گفت: ای عبریان بشنوید. و چون تمام اسرائیل شنیدند که شاول به فوج فلیشتیان ضربه رسانیده است و اسرائیل در نظر فلیشتیان نفرت انگیز گردیدند، قوم نزد شاول در جلجال جمع آمدند. و فلیشتیان برای جنگ کردن به مقابل اسرائیل جمع شدند که 30,000 عرابه و 6,000 سواره و قوم سرشمار مثل ریگ ساحل بحر داشتند و آنها آمده در مخماس به طرف شرقی بیت آوین اردو زدند. و مردم اسرائیل دیدند که احوالشان تباه شده است، زیرا که قوم به تنگ آمدند و قوم در مغاره ها و در سوراخ ها و در میان صخره ها و در برج ها و در حفره ها پنهان شدند. و بعضی از عبریان از اردن گذشته به زمین جاد و جلعاد آمدند و شاول هنوز در جلجال بود و تمام قوم با ترس و لرز نزد او شتافتند. و 7 روز تا مهلتی که سموئیل تعیین نموده بود انتظاری کشیدند، ولی سموئیل به جلجال نآمد و قوم از پیش شاول پراکنده می شدند. و شاول گفت: قربانی سوختنی و قربانی های سلامتی را نزد من بیارید. و قربانی سوختنی را برآورد. و همین که برآوردن قربانی سوختنی را انجام داد، اینک سموئیل آمد و شاول به پیشواز او برآمد تا که او را تبریک نماید. خداوند شاول را رد می کند. و سموئیل گفت: چی کردی؟ و شاول گفت: چون دیدم که قوم از پیش من پراکنده می شوند و تو در مهلتی تعیین شده نآمدی و فلیشتیان در مخماس جمع شدند. و دل خود گفتم که الحال فلیشتیان به مقابل من در جلجال فرود خواهند آمد، در صورتی که من هنوز به حضور خداوند التجا نبردم. بنابراین من جرأت نموده قربانی سوختنی را برآوردم. و سموئیل به شاول گفت: بیعقلانه عمل کرده ای. حکم خداوند خدای خود را که او به تو امر فرموده است و جا نآورده ای، و حالان که الحال خداوند پادشاهی تو را بر اسرائیل تا ابد استوار می گردانید. ولی الحال پادشاهی تو استوار نخواهد گردید. خداوند برای خود شخص دیگر را به مدعای تبع خود خواهد طلبید و او را خداوند بر قوم خود رئیس تعیین خواهد کرد، زیرا که تو آنچه را که خداوند به تو امر فرموده بود به جا نآورده ای. و سموئیل برخاسته از جلجال به جبعای بنیامین آمد و شاول قومی را که همراهش بودند شمرد که تقریباً 600 نفر باقی مانده بودند. و شاول و پسرش یوناتان و قومی که با آنها بودند
در جبعای بنیامین جایگیر شدند و فلیشتیان در مخماس اردو زدند و خراب کنندگان از اردوی فلیشتیان 3 فوج بیرون آمدند. یک فوج به راه آفرا سوی زمین شاول روانه شدند و فوج دیگر به راه بیت حورون روانه شدند و یک فوج به راه سرحد که بر دره سبوئیم سوی بیابان نمودار بود روانه شدند. و در تمام زمین اسرائیل آهنگر یافت نمی شد، زیرا که فلیشتیان می گفتند مبادا عبریان شمشیر یا نیزه بسازند. و همه اسرائیلیان نزد فلیشتیان فرود می آمدند تا که هر یک گاو آهن خود و کلند خود و تبر خود و زاغنول خود را تیز کنند. ولی برای زاغنول ها و کلند ها و 3 شاخه ها و تبرها و تیز کردن نیش خلچوب ها سوهان داشتند. و در روز جنگ در دست تمام قومی که با شاول و یوناتان بودند شمشیر و نیزه یافت نشد، فقط در دست شاول و پسرش یوناتان یافت شد. و دسته پاسبانان فلیشتی به سمت گذرگاه مخماس بیرون آمدند. کتاب یکم پادشاهان باب 14. غلبه بزرگ یوناتان. و روز یوناتان ابن شاول و نفکر سلاح بردار خود گفت بیا سوی دسته پاسبانان فلیشتی که در آن طرف هستند عبور نماییم. ولیکن به پدر خود خبر نداد. و شاول در کنار جبعا زیر درخت اناری که در میگرون بود سکونت داشت و قومی که با او بودند تقریباً 600 نفر بودند. و احیا ابن احیتوب برادر ایخابود ابن فینحاس ابن ایلی که کاهن خداوند در شیلو بود ایفود در بر کرده بود و قوم نمی دانستند که یوناتان رفته است. و در میان گذرگاه هایی که یوناتان میخواست از آنها سوی دسته پاسبانان فلیشتی عبور نماید، یک صخره نوکتیز از این طرف و یک صخره نوکتیز از آن طرف بود و نام یک بوسیس و نام دیگر سینه بود. یک صخره نوکتیز از شمال در رو بروی مخماس قامت راست کرده بود و صخره دیگر از جنوب در رو بروی جبعا. و یوناتان به نفکر سلاح بردار خود گفت بیا سوی دسته پاسبانان این نامختونان عبور نماییم، شاید خداوند به ما یاوری کند، زیرا که برای خداوند هیچ مانعی نیست که به واسطه کسانی بسیار یا به واسطه کسانی کم نجات بخشد. و سلاح بردارش به او گفت هر آنچه در دلت هست بکن و هر جا که میل داری برو، اینک من موافق دلخواه تو با تو هستم. و یوناتان گفت اینک ما سوی این آدمان عبور نموده خود را به آنها نشان میدیم. اگر آنها چنین گویند بایستید تا که نزد شما برسیم، آنگاه ما در جای خود ایستاده پیش آنها نخواهیم برآمد. ولیکن اگر چنین گویند پیش ما برآیید، آنگاه ما خواهیم برآمد، زیرا که خداوند آنها را به دست ما سپرده است و این برای ما علامت خواهد بود. و هر دویشان خود را به دسته پاسبانان فلیشتی نشان دادند و فلیشتیان گفتند اینک عبریان از سوراخ‌هایی که در آنها پنهان شده‌اند بیرون می‌آیند. و بعضی از دسته پاسبانان به یوناتان و سلاح بردارش گفتند پیش ما برآیید تا که چیزی به شما نشان دهیم. و یوناتان به سلاح بردار خود گفت از عقبم برآ، زیرا که خداوند آنها را به دست اسرائیل سپرده است. و یوناتان با دستها و پاهایش اندرمان شده بالا برآمد و سلاح بردارش از عقبش. و آنها پیش یوناتان افتادن گرفتند و سلاح بردار او آنها را از پی او میکشت. و از این ضربه اولینی که یوناتان و سلاح بردارش رسانیدند قریب 20 نفر تلف شدند در نصف میدانی که یک جفت گاو در یک روز شدگار میکند. و در اردوگاه و صحرا و در میان تمام قوم دهشت حکم فرما شد. دسته پاسبانان و فوجهای خراب کنندگان نیز در دهشت افتادند و زمین به لرزه آمد و دهشت عظیم از جانب خدا همه را فرا گرفت.
و دیدبانان شاول در جبهه‌های بنیامین دیدند که اینک انبوه پراکنده شده و هر طرف می دوند. و شاول به قومی که با او بودند گفت: سرشماری کرده ببینید که از میان ما کی بیرون رفته است؟ و سرشماری کردند و اینک یوناتان و سلاح بردارش نیستند. و شاول به احیا گفت: صندوق خدا را نزدیک بیار، زیرا که صندوق خداوند در آن روز همراه بنی اسرائیل بود. و هنگامی که شاول به کاهن سخن می‌راند، شور و شغب در اردوی فلیشتیان تا رفت می‌افزود. و شاول به کاهن گفت: دستت را نگاه دار. و شاول و تمام قومی که با او بودند جمع شده به میدان کارزار آمدند و اینک شمشیر هر یک به ضد دیگری کشیده شده بود. شور و شغب بغایت بزرگ بود. و عبریانی که دیروز و پریروز در صف فلیشتیان بوده و با آنها برآمده در هر طرف اردوی آنها می ایستادند، آنها نیز به اسرائیلیانی که با شاول و یوناتان بودند همراه شدند. و همه اسرائیلیانی که در کوه افرایم پنهان شده بودند، چون شنیدند که فلیشتیان رو به گریز آوردند، آنها نیز به جنگ در آمده دشمن را دنبالگیری کردند. و خداوند در آن روز اسرائیل را نجات داد و جنگ تا بیت آوین رسید. و مردم اسرائیل در آن روز به مجال گردیده بودند، زیرا که شاول قوم را قسم داده گفته بود: ملعون باد کسی که تا شام، تا دمی که من از دشمنانم انتقام گیرم خوراک بخورد. و تمام قوم چیزی نخوردند. و تمام اهل زمین به جنگل رسیدند و عسل بر روی مرغزار بود. و قوم به جنگل در آمدند و اینک عسل جاری است، ولیکن هیچ کس دستش را به دهانش نبرد، زیرا که قوم از قسم می ترسیدند. ولی یوناتان بخبر بود از آن که پدرش قسم داده بود و او نوگ عصایی را که در دستش بود دراز کرده در شان عسل غوطانید و دستش را به دهانش برد و چشمانش روشن شد. و کسی از میان قوم خطاب نموده گفت: پدرت قوم را قسم داده گفته است: ملعون باد کسی که امروز خوراک بخورد. بنابراین قوم به مجال شدند. و یوناتان گفت: پدرم زمین را به اضطراب انداخته است. ببینید چگونه چشمان من روشن شد، زیرا که اندکی از این عسل چشیدم. علل خصوص اگر قوم امروز از غنیمت دشمنان خود که پیدا کردند چیزی می خوردند، آیا شکست فلیشتیان باز هم زیادتر نمی شد؟ و در آن روز فلیشتیان را از مخماس تا ایالون تار و مار کردند و قوم بغایت به مجال شدند. و قوم به غنیمت در افتادند و بز و گوسفندان و گاو و گوساله ها را گرفته بر زمین کشتند و قوم گوشت را با خون آن خوردند. و به شاول خبر داده گفتند: اینک قوم پیش خداوند گناه کرده گوشت را با خونش میخورند. و او گفت: شما خیانت کرده اید، الحال پیش من سنگ کلان بغیلانید. و شاول گفت: در میان قوم پراکنده شده به آنها بگوید: هر کس گاو خود را و هر کس بره خود را نزد من بیارد و در اینجا کشته بخورید و پیش خداوند گناه کرده گوشت را با خون آن نخورید. و تمام قوم هر کس با دست خود گاوش را در آن شب آورده در آنجا کشتند. و شاول قربانگاه برای خداوند بنا کرد. این اولین قربانگاهی بود که او برای خداوند بنا کرد. و شاول گفت: امشب از عقب فلیشتیان برویم و آنها را تا روشنایی صبح غارت کرده کسی را از آنها باقی نگذاریم. و گفتند: هرچی در نظرت پسند آید بکن. و کاهن گفت: در اینجا به خدا مراجعت نماییم. و شاول از خدا پرسید: آیا از عقب فلیشتیان فرود آیم؟ آیا آنها را به دست اسرائیل خواهی سپرد؟ ولی در آن روز او به وی جواب نداد. و شاول گفت: ای همه سروران قوم، به اینجا نزدیک آید و بدانید و ببینید که امروز این گناه در چیست؟ زیرا قسم به حیات خداوند نجات دهنده اسرائیل که اگر در پسرم یوناتان باشد وی نیز حتما خواهد مرد. ولی از میان تمام قوم کسی به او جواب نداد.
و او به تمام اسرائیل گفت: شما به یک طرف ایستید و من با پسرم یوناتان به طرف دیگر می ایستیم. و قوم به شاول گفتند: هرچی در نظرت پسند آید بکن. و شاول به خداوند گفت: ای خدای اسرائیل، حقیقت را بگشای. و قرعه به یوناتان و شاول افتاد و قوم به عیب برآمدند. و شاول گفت: در میان من و پسرم یوناتان قرعه پرتایید. و قرعه به یوناتان افتاد. و شاول به یوناتان گفت: به من بگو که چی کردی؟ و یوناتان به او حکایت کرده گفت: با نوگ عصایی که در دست دارم اندک عسل چشیدم. اینک من برای مردن حاضرم. و شاول گفت: خدا چنین و زیاده از این بکند ای یوناتان، زیرا که تو حتما خواهی مرد. ولیکن قوم به شاول گفتند: آیا یوناتان که این نجات بزرگ را برای اسرائیل به عمل آورده است بمیرد؟ حاشا و کلا. قسم به حیات خداوند که موی از سر او به زمین نخواهد افتاد، زیرا که او امروز با خدا عمل کرده است. و قوم برای یوناتان فدیه دادند و او نمرد. و شاول از دنبالگیری فلیشتیان دست کشید و فلیشتیان به مکان خود رفتند. و شاول پادشاهی خود را به اسرائیل پایدار گردانید و با همه دشمنان خود که در گرد و پیش بودند، با موآب و بنی عمون و ادوم و پادشاهان سوبا و فلیشتیان جنگ کرد و به ضد هر کس که روی می آورد دست بالا می شد. و لشکر برپا نموده به عمالق شکست رسانید و اسرائیل را از دست تاراجگران آنها رها کرد. و پسران شاول اینها بودند: یوناتان، یشوی و ملکیشوع. و نام دو دخترش چنین بود: نام کلانی میراب و نام خردی میکل. و نام زن شاول اهینوام بنت اهیماس بود. و نام سرلشکرش ابنیر ابن نیر عمک شاول بود. پدر شاول قیش و پدر ابنیر نیر پسران ابیل بودند. و در تمام ایام شاول به مقابل فلیشتیان جنگ سخت برده می شد. و هر مرد زورآور و شجاع را که شاول می دید نزد خود جمع می کرد. کتاب یکم پادشاهان باب 15. اطاعت ناپرره شاول. و سموئیل به شاول گفت: خداوند مرا فرستاده بود که تو را به پادشاهی بر قوم او بر اسرائیل تدهین نمایم. و اکنون تو آواز سخنان خداوند را بشنو. خداوند لشکرها چنین می گوید: آنچه را که عمالق در حق اسرائیل کرده بود در خاطر دارم که وی در سر راه آنها وقتی که آنها از مصر برآمدند کمین نهاده بود. اکنون تو رفته به عمالق شکست رسان و هر آنچه وی دارد نیست و نابود کنید و به او رحم نکن، بلکه از مرد تا زن، از کودک تا طفل شیرمک، از گاو تا گوسفند، از شتر تا خر بکش. و شاول قوم را دعوت نمود و از آنها 200,000 پیاده در تلائیم شمرد و 10,000 مرد از سبط یهودا بودند. و شاول به شهر عمالق رسیده در وادی کمین نهاد. و شاول به قینیان گفت: بروید، فرود آید، از میان عمالقیان دور شوید، مبادا شما را با آنها نیست و نابود نمایم. و حالان که شما به تمام بنی اسرائیل وقتی که آنها از مصر برآمدند خیرخواهی کرده اید. و قینیان از میان عمالق دور شدند. و شاول عمالق را از حویلا تا راه سمت شور که پیش از مصر است تارومار نمود. و پادشاه عمالق اجج را زنده دستگیر کرد و تمام قومش را به دم شمشیر کشت. ولی شاول و قوم اجج را و بهترین بز و گوسفندان و گاوان و پرواریان و قشقاران فربه و هر چیزی خوب را دریغ داشتن نخواستند تلف نمایند و فقط هر مال خراب و کم قیمت را نیست و نابود کردند. و کلام خداوند بر سموئیل نازل شده گفت: پشیمانم که شاول را پادشاه کردم، زیرا که او از پیروی من روی تافته سخنان مرا به جا نآورد.
و سموئیل به خشم آمده تمام شب سوی خداوند استغاثه برد. و بامدادان سموئیل بر محل برخاسته به پیشواز شاول رفت و به سموئیل خبر داده گفتند که شاول به کرمیل وارد شد و اینک برای خود ستون برپا کرد و دور زده گذشت و به جلجال فرود آمد. و سموئیل نزد شاول آمد و شاول به او گفت: تو را خداوند برکت دهد، من کلام خداوند را به جا آوردم. و سموئیل گفت: پس این بعبع گوسفندان که به گوشم می رسد و معاصی گاوان که می شنوم چیست؟ و شاول گفت: اینها را از عمالق آوردند، زیرا که قوم بهترین بز و گوسفندان و گاوان را دریغ داشتند تا که برای خداوند خدای تو قربانی کنند، ولی باقی آن را ما نیست و نابود ساختیم. و سموئیل به شاول گفت: صبر کن تا آنچه را که خداوند امشب به من گفت به تو بیان نمایم. و او به وی گفت: بگو. و سموئیل گفت: آیا تو در نظر خود خرد نبودی وقتی که سردار سبطهای اسرائیل شدی و خداوند تو را بر اسرائیل به پادشاهی تدهین نمود؟ و خداوند تو را به راه روانه نموده گفته بود: رفته این عمالقیان گناهکار را تار و مار نما و با آنها جنگ کن تا دمی که آنها را تماما نیست و نابود سازی. پس چرا آواز خداوند را نشنیدی، بلکه به غنیمت در افتاده آنچه را که در نظر خداوند بد است به عمل آوردی؟ و شاول به سموئیل گفت: من آخر آواز خداوند را شنیدم و به راهی که خداوند مرا روانه کرد رفتم و پادشاه عمالق اجج را آوردم و عمالق را تار و مار ساختم. ولیکن قوم از غنیمت بز و گوسفندان و گاوان، یعنی بهترین آنچه را که حرام شده بود گرفتند تا که برای خداوند خدای تو در جلجال قربانی کنند. و سموئیل گفت: آیا برای خداوند قربانی های سوختنی و ذبح ها آنچنان مطلوب است چنان که شنیدن آواز خداوند؟ شنیدن آخر از ذبح خوبتر است و گوش انداختن از چربوی قشقاران، زیرا که بی اطاعتی مثل گناه جادوگری است و مقابلیت مثل بت پرستی. از بس که تو کلام خداوند را رد کردی، او نیز تو را از پادشاهی رد کرد. و شاول به سموئیل گفت: من گناه کردم، زیرا که از فرمان خداوند و از سخنان تو بیرون برآمدم، چون که از قوم ترسیده آواز آنها را شنیدم. و الحال لطفاً گناه مرا عفو نما و با من برگرد تا که خداوند را عبادت نمایم. و سموئیل به شاول گفت: با تو نخواهم برگشت، زیرا که تو کلام خداوند را رد کرده ای. خداوند نیز تو را رد کرد تا که بر اسرائیل پادشاه نباشی. و سموئیل تاب خورد تا که روانه شود، ولی شاول دامن جامه او را داشت و آن پاره شد. و سموئیل به وی گفت: خداوند امروز پادشاهی اسرائیل را از تو پاره کرد و آن را به یاری تو که از تو بهتر باشد می دهد. و نیز جلال اسرائیل دروغ نمی گوید و از قبل خود نمی گردد، زیرا که او آدمیزاد نیست که از قبلش گردد. و وی گفت: گناه کردم، الحال لطفاً مرا به حضور پیران قومم و به حضور اسرائیل عزت نما و با من برگرد تا که خداوند خدای تو را عبادت کنم. و سموئیل از عقب شاول برگشت و شاول خداوند را عبادت کرد. و سموئیل گفت: پادشاه عمالق اجج را نزد من بیارید. و اجج نزد او آمد در حالتی که زنجیربند بود. و اجج گفت: یقین است که تلخی مرگ پیش می آید. و سموئیل گفت: چنان که شمشیر تو زنان را از فرزندانشان محروم کرده است، آنچنان مادری تو از میان زنان از فرزند خود محروم خواهد شد. و سموئیل اجج را به حضور خداوند در جلجال پاره پاره کرد. و سموئیل بر راما رفت و شاول به خانه خود و جبعای شاول رفت. و سموئیل تا روز مردنش شاول را دیگر ندید، زیرا که برای شاول ماتم گرفته بود. و خداوند پشیمان شد که شاول را بر اسرائیل پادشاه کرد.
کتاب یکم پادشاهان باب 16 و پادشاهی انتخاب شدن داوود. و خداوند به سموئیل گفت: تا به کی تو برای شاول ماتم میگیری؟ من آخر او را از پادشاهی کردن بر اسرائیل رد نمودم. شاخ خود را از روغن پر کرده برو. من تو را نزد عیسی بیت لحمی میفرستم، زیرا که از میان پسرانش برای خود پادشاه پیدا کردم. و سموئیل گفت: چگونه بروم؟ اگر شاول بشنود مرا خواهد کشت. خداوند گفت: گوساله با خود بگیر و بگوی: آمدم تا که برای خداوند قربانی کنم. و عیسی را به قربانی دعوت نما و من به تو معلوم خواهم کرد که چی باید بکنی و تو کسی را که به تو بگویم برای من تدهین خواهی نمود. و سموئیل آنچه را که خداوند گفته بود به عمل آورده به بیت لحم آمد. و پیران شهر به پیشواز او شتافته گفتند: خیر مقدم. گفت: السلام. آمدم تا که برای خداوند قربانی کنم. خود را تقدیس نموده با من به قربانی بیایید. و او عیسی و پسرانش را تقدیس کنانید و آنها را به قربانی دعوت نمود. و هنگامی که آنها آمدند، او الیآب را دیده در دل خود گفت: یقینا مسیح خداوند به حضور اوست. ولی خداوند به سموئیل گفت: به قیافه‌اش و قامت بلندش نظر نه انداز، چون که من او را خوش نکردم. آنچه آدم می‌بیند هیچ است، زیرا آدم فقط آنچه را که به چشم نمایان است می‌بیند، ولی خداوند آنچه را که در دل است می‌بیند. و عیسی امیناداب را خوانده از پیش سموئیل گذرانید، ولی او گفت: این را نیز خداوند انتخاب نکرده است. و عیسی شما را گذرانید، ولی او گفت: این را هم خداوند انتخاب نکرده است. و عیسی 7 پسرش را از پیش سموئیل گذرانید، ولی سموئیل به عیسی گفت: خداوند اینها را انتخاب نکرده است. و سموئیل به عیسی گفت: آیا دیگر پسر نداری؟ وی گفت: باز پسری خرده هست که او رمه را میچراند. و سموئیل به عیسی گفت: فرستاده او را بیار، زیرا که تا او به اینجا نبیاید به سر سفره نخواهیم نشست. داوود را تدهین کردن سموئیل. و فرستاده او را آورانید و او سرخرو بوده، چشمان زیبا و چهره نیکو داشت. و خداوند گفت: برخاسته او را تدهین نما، زیرا که همین است. و سموئیل شاخ روغن را گرفته او را در میان برادرانش تدهین نمود. و روح خداوند از آن روز و بعد از آن بر داوود نازل شد. و سموئیل برخاسته بر راما رفت. ولیکن روح خداوند از شاول دور شد و روح بد از جانب خداوند او را به اضطراب می انداخت. و نوکران شاول به او می گفتند: اینک روح بد از جانب خداوند تو را به اضطراب می اندازد. داوود نزد شاول دعوت کرده شد: بگذار آقای ما به نوکران خود که به حضور تو می باشند امر فرماید که بر بدنوازی ماهر را پیدا کنند. و هرگاه بر تو روحی بد از جانب خداوند بیاید، وی با دستش بینوازد و احوالت بهتر خواهد شد. و شاول به نوکرانش گفت: کسی را که به نواختن ماهر باشد برای من پیدا کرده نزد من بیارید. و یکی از نوکران به او جواب گردانیده گفت: اینک من پسری عیسی بیت لحمی را دیدم که به نواختن ماهر و شیردل و مرد جنگی و خوش زبان و زیبا طلعت می باشد و خداوند با اوست. و شاول قاصدان را نزد عیسی فرستاده گفت: پسرت داوود را که با رمه است نزد من بفرست. و عیسی برخر نان و مشک شراب و یک بزغاله بار کرده به واسطه پسرش داوود نزد شاول فرستاد. و داوود نزد شاول آمده به حضور او بایستاد. و شاول و را بغایت دوست داشت و داوود سلاح بردار او گردید. و شاول نزد عیسی فرستاده گفت: بگذار داوود به حضور من بماند، زیرا که وی به نظر من پسند آمد. و چون روح از جانب خدا بر شاول می آمد، داوود بربط را گرفته با دستش می نواخت. و شاول راحت کرده احوالش بهتر می شد و روحی بد او را ترک می کرد.
کتاب یکم پادشاهان باب 17. ستیزه جالیات در حق اسرائیل. و فلیشتیان لشکر خود را برای جنگ فراهم آورده در سوخو که در کشور یهودا واقع است جمع شدند و در میان سوخو و عزیقا در افس دمیم اردو زدند. و شاول و اسرائیلیان جمع شده در وادی ایلا اردو زدند و برای جنگ به مقابل فلیشتیان تیار شدند. و فلیشتیان بر کوه از این طرف می ایستادند و اسرائیلیان بر کوه از طرف دیگر می ایستادند و دره در میان آنها بود. و از اردوی فلیشتیان جالیات نام مردی پهلوان که از جد بود بیرون آمد. قامتش 6 زیرا و 1 وجب بود و خودی میسین به سرش داشت و زیره پولکجدار او در بر کرده بود و وزن زیره او 5000 سیق مس بود و بر ساقهایش ساقبندهای میسین و در میان کتفهایش مزراق میسین بود و دستی نیزه‌اش مثل نوردی بافندگی و تیغ نیزه‌اش 600 سیقل آهن بود و سپربردارش پیشاپیش او می رفت. و او ایستاده به فوجهای اسرائیل خطاب نمود و به آنها گفت: چرا برای جنگ صف آراسته بیرون آمدید؟ من آخر فلیشتی هستم و شما نفکران شاول. برای خود کسی را انتخاب کنید تا که نزد من فرود آید. اگر وی تواند با من جنگیده مرا بکشد، ما بندگان شما خواهیم شد. ولی اگر من بر وی غالب آمده و را بکشم، شما بندگان ما شده خدمت ما را بجا خواهید آورد. و فلیشتی گفت: من امروز فوجهای اسرائیل را تحقیر نمودم. پس کسی را به من بدهید تا که با هم جنگ کنیم. و شاول و تمام اسرائیل این سخنان فلیشتی را شنیدند و واهمه کرده بغایت هراسان شدند. و داوود پسر آن مرد افراطی از بیت لحم یهودا بود که نامش یسای بوده. 8 پسر داشت و آن مرد در ایام شاول در میان مردم پیر و سال خورده بود. و 3 پسر کلانی یسای روانه شده از عقب شاول به جنگ رفتند و نام 3 پسر وی که به جنگ رفته بودند چنین بود: نخوزادش الیآب و دویمش ابیناداب و سیومش شما. و داوود پسر خردی بود و 3 پسر کلانی از عقب شاول رفته بودند. داوود نزد لشکر شاول می آید. و داوود از پیش شاول آمد و رفت می کرد تا که رمه پدرش را در بیت لحم بچراند. و آن فلیشتی هر صبح و شام پیدا می شد و 40 روز خود را نشان داد. و یسای به پسرش داوود گفت: لطفاً برای برادرانت 1 ایفه از این خوشه بیریان و 10 تا از این نان بگیر و به اردوگاه نزد برادرانت شتاب نما. و این 10 قرص پنیر را برای میر هزار ببر. و سلامتی برادرانت را بپرس و از آنها نشانی بگیر. و شاول و آنها و همه مردان اسرائیل در وادی ایلا بوده با فلیشتیان می جنگیدند. و داوود بامدادان بر محل برخاسته رمه را به قراول واگذاشت و بارش را گرفته چنان که یسای امر فرموده بود روانه شد. و به سنگر گرده اردو وقتی رسید که لشکر بیرون آمده صف می بستند و برای جنگ نعره می زدند. و صفهای اسرائیلیان و فلیشتیان به مقابل یکدیگر می ایستادند. و داوود اشیایی را که داشت نزد پاسبان اشیا گذاشته سوی صفهای لشکر دویده آمد و سلامتی برادرانش را پرسید. و هنگامی که او با آنها گفتگو می کرد، اینک آن مرد پهلوان که جالیات فلیشتی نام داشته از اهل جد بود از میان صفهای فلیشتیان برآمده همان سخنان را گفت و داوود شنید. و همه مردان اسرائیل آن مرد را دیده از وی می گریختند و بغایت هراسان می شدند. و مردان اسرائیل می گفتند: آیا این مرد را که می براید دیدید؟ وی می براید که اسرائیل را تحقیر نماید. و اگر یگان کس ورا بکشد، پادشاه او را با ثروت بسیار ثروتمند خواهد گردانید و دختر خود را به او به زنی خواهد داد و خاندان پدر او را در اسرائیل آزاد خواهد کرد. و داوود به کسانی که نزد او ایستاده بودند گفت:
و شخصی که این فلیشتی را بکشد و ننگ را از اسرائیل دور سازد چی خواهد شد؟ زیرا این فلیشتی نامختون کیست که لشکرهای خدای حی را تحقیر نماید؟ و قوم به او آن سخنان را بیان نموده گفتند و شخصی که او را بکشد چنین خواهد شد. و هنگامی که او با مردم گفتگو میکرد، برادری کلانی او الیآب شنید و خشم الیآب بر داوود علنگه زده گفت: چرا به اینجا فرود آمدی و آن رمه کمی را در بیابان نزدیکی گذاشتی؟ من گستاخی و شرارت دل تو را می دانم. تو برای تماشای این جنگ فرود آمده ای. و داوود گفت: من چی کردم؟ فقط سخنی گفتم. و از پیش وی به طرف شخص دیگری تاب خورده همان سخن را گفت و قوم به او جواب گردانیده همان سخن اوله را گفتند. غلبه داوود بر جالیات. و سخنانی که داوود گفت شنیده شد و به شاول خبر رسانیدند و او را نزد خود آورانید. و داوود به شاول گفت: بگذار کسی از باعث وی از روح نافتد، بنده‌ات رفته با آن فلیشتی جنگ میکند. و شاول به داوود گفت: تو نمی توانی به مقابل آن فریشتی بروی تا که با وی جنگ کنی، زیرا که تو جوان هستی و حالان که وی از جوانیش مرد جنگی بوده است. و داوود به شاول گفت: بنده‌ات رمه پدر خود را میچرانید و هنگامی که شیر یا خرس آمده بر ری را از رمه میره بود، من از عقب آن بیرون آمده آن را میکشتم و از دهانش رها میکردم و اگر آن به من هجوم می آورد، من موی ژولیده‌اش را داشته آن را میزدم و میکشتم. بنده‌ات هم شیر و هم خرس را کشته است و این فلیشتی نامختون مثل یکی از آنها خواهد شد، زیرا که لشکرهای خدای حی را تحقیر کرده است. و داوود گفت: خداوند که مرا از چنگال شیر و از چنگال خرس رهایی داده است، از دست این فلیشتی نیز رهایی خواهد داد. و شاول به داوود گفت: برو و خداوند با تو باد. و شاول لباس خود را به داوود پوشانید و خودی میسین بر سر او نهاد و زره به او پوشانید. و داوود شمشیر ورا از بالای لباس خود بست و خواست کمی راه رود، زیرا که عادت نکرده بود. و داوود به شاول گفت: با این چیزها نمی توانم راه روم، زیرا که عادت نکردم. و داوود آنها را از تن خود کشید و تیاقش را به دستش گرفته و برای خود از درون جوی 5 سنگ سیلیق را خشک کرد و آنها را در کولباری که داشت، یعنی در انبار خود گذاشت و فلخمانش در دستش بود و به فلیشتی نزدیک شدن گرفت. و فلیشتی نیز راه گشته به داوود نزدیک می شد و سپربردارش پیشاپیش او روانه بود. و فلیشتی نظر انداخته داوود را دید و از او نفرت کرد، زیرا که جوانی سرخرو بوده چهره نیکو داشت. و فلیشتی به داوود گفت: آیا من سگ هستم که با تیاق نزد من می آیی؟ و فلیشتی داوود را با خدایان خود لعنت کرد. و فلیشتی به داوود گفت: نزد من بیا تا گوشت بدنت را به مرغان هوا و درندگان صحرا بدهم. و داوود به فلیشتی گفت: تو با شمشیر و نیزه و مزراق بر من می آیی، ولیکن من با اسم خداوند لشکرها، خدای فوجهای اسرائیل که او را تحقیر نموده ای، بر تو می آیم. امروز خداوند تو را به دست من خواهد سپرد و من تو را کشته کله‌ات را از تنت جدا خواهم کرد و لاشه های اردوی فلیشتیان را امروز و مرغان هوا و درندگان زمین خواهم داد تا تمام اهل زمین بدانند که در اسرائیل خدا هست. و تمام این جماعت خواهند دانست که خداوند نه با شمشیر و نیزه نجات می دهد، بلکه این جنگ خداوند است و او شما را به دست ما خواهد سپرد. و هنگامی که فلیشتی برخاست و روانه شده و داوود نزدیک آمدن گرفت، داوود شتاب نموده سوی لشکر به پیشواز فلیشتی دوید. و داوود دستش را به کولبار برد و از آنجا سنگ گرفته با فلخمان انداخت و به پیشانی فلیشتی زد و سنگ به پیشانی وی غوطیده وی روی بر زمین فرو غلتید. و داوود که با فلخمان و سنگ مسلح بود، از فلیشتی زور برآمد و فلیشتی را زده کشت و در دست داوود شمشیر نبود. و داوود دویده
نزد فلیشتی بایستاد و شمشیر ورا گرفته از غلافش کشید و او را کشته کله‌اش را از تنش جدا کرد. و فلیشتیان مردن پهلوانشان را دیده روی به گریز آوردند. و مردان اسرائیل و یهودا برخاستند و نعره زده فلیشتیان را تا در آمدگاه دره و تا دروازه اقرون دنباله‌گیری کردند. و شهیدان فلیشتیان در راه شعاراییم تا جد و اقرون فرو می‌غلتیدند. و بنی اسرائیل از دنباله‌گیری فلیشتیان برگشتند و اردوگاه آنها را تاراج کردند. و داوود کله فلیشتی را گرفته به یروشلیم آورد و اسلحه ورا در خیمه خود گذاشت. و هنگامی که شاول داوود را دید که به مقابل فلیشتی بیرون می آید، و سردار لشکرش ابنیر گفت: ای ابنیر، این جوان پسری کیست؟ و ابنیر گفت: ای پادشاه، به حیات تو قسم که نمی دانم. و پادشاه گفت: پس تو بپرس که این امرد پسری کیست؟ و چون داوود بعد از کشتن فلیشتی برگشت، ابنیر او را گرفته نزد شاول آورد در صورتی که کله فلیشتی در دستش بود. و شاول به او گفت: ای جوان، تو پسری کیستی؟ و داوود گفت: پسری بنده عیسی بیت لحمی هستم. کتاب یکم پادشاهان باب 18. عهد دوستی در میان داوود و یوناتان. و هنگامی که گفتگوی او با شاول به انجام رسید، جان یوناتان با جان داوود پیوسته شد و یوناتان او را مثل جان خود دوست داشت. و شاول او را در آن روز گرفته نگذاشت که به خانه پدرش برگردد. و یوناتان با داوود عهد بست چون که او را مثل جان خود دوست داشته بود. و یوناتان جامه را که بر تنش بود کشیده به داوود داد و لباس حربیش و حتی شمشیرش و کمانش و کمربندش را نیز. و داوود بیرون آمده در هر جایی که شاول او را می‌فرستاد کامیاب می‌گردید. و شاول او را بر جنگاوران سردار تعیین نمود و این در نظر تمام قوم و در نظر فرمانبران شاول نیز پسند آمد. و هنگامی که آنها می آمدند، یعنی وقتی که داوود از کشتن فلیشتی برمیگشت، زنان از همه شهرهای اسرائیل با دفها، با صداهای شادی و با سیتارها، سرودخوانان و رقص کنان و پیشواز پادشاه شاول بیرون می آمدند. و زنان طرب نموده می سرودند و می گفتند: شاول هزارها را مغلوب کرد ولی داوود بیورها را. و شاول بغایت خشمگین شد و این سخن به نظرش بد نموده گفت: و داوود بیورها را نسبت دادند ولی به من هزارها را نسبت دادند. او را اکنون فقط پادشاهی کم است. و از آن روز اعتباراً و من بعد شاول به داوود نظری بد داشت. و فردای آن روح بد از جانب خداوند بر شاول جاری گردیده، او اندرون خانه به جوش و خروش آمد و داوود مثل هر روزه با دستش می نواخت و نیزه در دست شاول بود. و شاول نیزه را انداخته به دلش گفت: داوود را زده به دیوار می دوزم. ولی داوود 2 کرات خود را از پیش او کنار کشید. و شاول از داوود می ترسید زیرا که خداوند با او بود ولی از شاول دور شده بود. و شاول او را از پیش خود دور ساخت و او را میری هزار تعیین نمود و او پیش قوم در آبرا می کرد. و داوود در همه راههای خود کامیاب می شد و خداوند با او بود. و چون شاول دید که او بغایت کامیاب است، از او هراسان شد. و تمام اسرائیل و یهودا داوود را دوست می داشتند زیرا که او پیش آنها در آبرا می کرد. و شاول به داوود گفت: اینک دختری کلانی خود میراب را به تو بزنی می دهم، فقط این که برای من جنگاوری دلیر باش و جنگهای خداوند را ببر. و شاول به دل خود گفت: بگذار دست من بر او نباشد بلکه دست فلیشتیان باشد. و داوود به شاول گفت: من کیستم و حیات من و خاندان پدر من در اسرائیل چیست که داماد پادشاه باشم؟ ولی وقتی که دختری شاول میراب میبایست به داوود داده میشد و به ادریئیل مهولاتی بزنی داده شد. داوود دختری شاول میکال را بزنی میگیرد.
و دختر شاول میکال داوود را دوست داشت و هنگامی که این را به شاول خبر دادند این به نظر او پسند آمد و شاول به دل خود گفت ورا به او میدهم و برای او وی دام خواهد شد و دست فلیشتیان بر او خواهد بود. و شاول به داوود گفت با واسطه دویمش تو امروز داماد من خواهی شد. و شاول به نفکران خود امر فرمود و داوود پنهانی سخن رانده بگوید اینک حسن توجه پادشاه بر توست و همه نفکرانش تو را دوست می دارند و الحال داماد پادشاه شو. و نفکران شاول این سخنان را به گوش داوود رسانیدند و داوود گفت آیا در نظر شما داماد پادشاه شدن آسان است و حالان که من شخص بینوا و حقیرم؟ و نفکران شاول به او خبر داده گفتند داوود چنین سخنان را گفت. و شاول گفت و داوود چنین بگوید پادشاه مهر را طلبگار نیست مگر که 100 غلافک فلیشتیان را تا که از دشمنان پادشاه انتقام ستانیده شود. و شاول در چنین فکر بود که داوود را با دست فلیشتیان به هلاکت برساند. و نفکران او این سخنان را به داوود رسانیدند و این در نظر داوود پسند آمد که داماد پادشاه گردد و مهلت آن هنوز پر نشده بود. و داوود برخاسته با آدمانش رفت و 200 نفر را از فلیشتیان کشت و غلافک هاشان را داوود آورد و آنها را به مقدار پره به پادشاه پیشنهاد کردند تا که داماد پادشاه گردد. و شاول دخترش میکال را به او به زنی داد. و شاول دید و فهمید که خداوند با داوود است و دختر شاول میکال او را دوست می داشت. و شاول باز هم زیادتر از داوود ترسید و شاول همه وقت دشمن داوود بود. و سروران فلیشتیان بیرون می آمدند و هر بار که آنها بیرون می آمدند داوود از همه فرمانبران شاول بیشتر کامیاب می شد و نام او بغایت شهرت پیدا کرد. کتاب یکم پادشاهان باب 19. سوی قصد سوم شاول برای کشتن داوود. و شاول به پسرش یوناتان و به همه نفکرانش گفت که می خواهد داوود را بکشد. ولی یوناتان ابن شاول داوود را بغایت دوست می داشت. و یوناتان به داوود خبر داده گفت پدرم شاول می خواهد تو را بکشد و الحال لطفاً بامدادان بر حذر باش و در جای مخفی پنهان شو. و من بیرون آمده در صحرایی که تو در آن باشی به پهلوی پدرم خواهم ایستاد و درباره تو با پدرم گفتگو خواهم کرد و آنچه ببینم به تو خبر خواهم داد. و یوناتان به پدرش شاول درباره داوود سخنان نیکو به زبان رانده به وی گفت بگذار پادشاه در حق بنده خود داوود گناه نکند زیرا که او پیش تو گناه نکرده است بلکه اعمال او برای تو بغایت خوب است. و او جانش را به کف دستش گرفته آن فلیشتی را کشت و خداوند نجات بزرگ برای تمام اسرائیل به عمل آورد و تو این را دیده شاد گشتی. پس چرا تو می‌خواهی در حق خونی بیگناه گناه کرده داوود را بیهوده بکشی؟ و شاول به آواز یوناتان گوش انداخت و شاول قسم خورد و حیات خداوند قسم که او کشته نخواهد شد. و یوناتان داوود را خواند و یوناتان همه این سخنان را به او خبر داد و یوناتان داوود را نزد شاول آورد و او مثل دیروز و پریروز در حضور وی بود. و باز جنگ روی داد و داوود بیرون آمده با فلیشتیان جنگ کرد و به آنها شکست بزرگی رسانید و آنها از پیش او گریختند. و روح بد از جانب خداوند بر شاول نازل شد و او در خانه خود نشسته نیزه اش را در دستش نگاه می داشت و داوود با دست خود بربط می نواخت. و شاول می خواست که داوود را با نیزه زده به دیوار بدوزد ولی او خود را از پیش شاول کنار کشید و نیزه به دیوار برخورد و داوود آن شب گریخته رهایی یافت. و شاول قاصدان را به خانه داوود فرستاد تا که کمین گرفته صبحدم او را بکشند. و زنش میکال به داوود سخن رانده گفت اگر تو امشب جان خود را خلاص نکنی فردا کشته خواهی شد. و میکال داوود را از تیریزه فرود آورد و او روانه شده گریخت و رهایی یافت. و میکال
ترافیم را گرفته بر بستر گذاشت و پوست بز را گرد کله آن نهاده بالای آن را با لباس پوشانید. و شاول قاصدان را فرستاد تا که داوود را بگیرند، ولی میکال گفت او بیمار است. و شاول قاصدان را فرستاد تا که داوود را ببینند و گفت او را با بسترش نزد من بیارید تا که او را بکشم. و قاصدان آمدند و اینک ترافیم بر بستر و پوست بز گرد کله‌اش بود. و شاول به میکال گفت چرا مرا چنین فریب دادی و دشمنم را رها کردی تا که بگریزد؟ و میکال به شاول گفت او به من گفت مرا رها نما وگرنه تو را خواهم کشت. روح خداوند داوود را نگهبانی میکند. و داوود گریخته رها شد و نزد سموئیل به راما آمده هر آنچه را که شاول در حق او کرده بود به وی حکایت نمود. و او و سموئیل رفته در نیوت ساکن شدند. و به شاول خبر رسانیده گفتند اینک داوود در نایوت راما می باشد. و شاول قاصدان را فرستاد تا که داوود را بگیرند و چون آنها توده انبیا را دیدند که نبوت میکنند و سموئیل ایستاده بر آنها سروری می نماید، روح خدا بر قاصدان شاول نازل شده آنها نیز نبوت کردن گرفتند. و این را به شاول خبر دادند و او قاصدان دیگر را فرستاد ولی آنها نیز نبوت کردن گرفتند. و شاول باز قاصدان سیوم را فرستاد ولی آنها نیز نبوت کردن گرفتند. خودش نیز به راما روانه شد و چون به چاه کلان که در سیخو می باشد رسید سوال داده گفت سموئیل و داوود کجایند؟ و کسی گفت اینک در نایوت راما می باشند. و در آنجا او به نایوت راما رفت و روح خدا بر او نیز نازل شد و او نبوت کنان می رفت تا دمی که به نایوت راما رسید. و او نیز لباسهای خود را کشید و او نیز به حضور سموئیل نبوت کردن گرفت و تمام آن روز و تمام شبش برهنه خوابید. بنابراین می گویند آیا شاول نیز از جمله انبیا است؟ کتاب یکم پادشاهان باب 20. یوناتان داوود را طرفداری میکند. و داوود از نایوت راما گریخت و پیش یوناتان آمده گفت چی کردم؟ عیبم چیست و پیش پدرت چی گناه کردم که او قصد جان من دارد؟ وی به او گفت حاشا و کلا تو نخواهی مرد. اینک پدرم هیچ یک کار بزرگ یا خرد نمی کند به آنکه اول گوشرسی من گرداند. پس چرا پدرم این کار را از من پنهان دارد؟ این طور نخواهد شد. و داوود باز قسم خورده گفت پدرت به خوبی می داند که من در نظرت التفات یافتم، بنابراین به دل خود می گوید بگذار این را یوناتان نداند مبادا غمگین شود. ولیکن قسم به حیات خداوند و قسم به جان تو که در میان من و مفت یک قدم مانده است. و یوناتان به داوود گفت هر چی دلت بخواهد برای تو خواهم کرد. و داوود به یوناتان گفت اینک فردا 9 ماه است و من باید در سر سفره پادشاه بنشینم، ولی تو مرا اذن بده که تا بگاهی روز سیوم در صحرا پنهان شوم. اگر پدرت مرا سوراخ کند تو بگو داوود از من اذن پرسید که به شهر خود بیت لحم شتاب نماید، زیرا که در آنجا برای تمام خاندانش قربانی سالانه بوده است. اگر وی بگوید خوب، برای بنده‌ات آسایشتگی خواهد بود، ولی اگر وی خشمگین شود بدان که وی به کار بد عزم نموده است. پس تو به بنده خود احسان بکن، زیرا که بنده‌ات را با خودت به عهد خداوند داخل کرده ای. و اگر گناه در من باشد خودت مرا بکش، برای چی مرا نزد پدر خود ببری؟ و یوناتان گفت حاشا که تو چنین گمان کنی، زیرا اگر می دانستم که بدی با عزم پدرم بر تو آمدن است، آیا تو را از آن خبردار نمی کردم؟ و داوود به یوناتان گفت اگر پدرت با درشتی به تو جواب گرداند، کیست که به من خبر برساند؟ و یوناتان به داوود گفت بیا به صحرا برآییم. و هر دو به صحرا برآمدند. و یوناتان به داوود گفت قسم به اسم خداوند خدای اسرائیل که پدرم را فردا یا پس فردا در همین وقت
خواهم آزمود و چون ببینم که نظرش به داوود نیک است، نخواد که من نزد تو فرستاده گوشرس تو نگردانم. خداوند به یوناتان چنین و زیاده از این بکند: اگر پدرم برای خود صلاح بیند که بدیه به سر تو بیارد، من گوشرس تو گردانیده تو را رها خواهم کرد و تو به سلامتی خواهی رفت و بگذار خداوند با تو باشد چنان که با پدرم بود. و نه تنها در زمانی که هنوز زنده باشم احسان خداوند را نسبت به من به عمل آوری تا که نمیرم، بلکه احسان خود را از خاندان من تا ابد قطع نکنی، حتی در زمانی که خداوند دشمنان داوود را سراسر از روی زمین برهم داده باشد. و یوناتان با خاندان داوود عهد بست و از خداوند طلبید که داوود را از دست دشمنانش رهایی دهد. و یوناتان باری دیگر به داوود درباره محبتی که به او داشت قسم یاد کرد، زیرا که او را مثل جان خود دوست می داشت. و یوناتان به او گفت: فردا 9 ماه است و تو را سوراخ خواهند کرد، زیرا که جای نشست تو خالی خواهد ماند. و تا روز 3 تو بیشتر فرود آمده و مکان بیر است که در روز عمل در آنجا پنهان شده بودی و نزد سنگ راهنما بنشین و من 3 تیر به طرف آن خواهم انداخت، گویا که به هدف میزده باشم. و اینک نفکر خود را فرستاده خواهم گفت: رفته تیرها را بیاب. اگر به نفکر بگویم اینک تیرها از این طرف توست، آنها را بگیر و نزد من بیا، زیرا که برای تو آسایشتگی است و قسم به حیات خداوند که به تو ضرر نخواهد رسید. ولیکن اگر به امرت بگویم اینک تیرها از آن طرف توست، تو بیرو، زیرا که خداوند تو را رها کرده است. و در خصوص آن سخنی که من به تو به زبان راندم، اینک خداوند در میان من و تو تا ابد شاهد خواهد بود. و داوود در صحرا پنهان شد و 9 ماه فرا رسید و پادشاه به سر سفره نشست. و پادشاه مثل هر وقته بر نشیمنگاهی نزد دیوار نشست و یوناتان برخاست و ابنیر در پهلوی شاول نشست و جای داوود خالی ماند. و شاول در آن روز چیزی نگفت، زیرا که به دل خود گفت: این تصادفی است، شاید وی ناپاک باشد، زیرا که خود را تطهیر ننموده است. و روز 2 9 ماه فرا رسید و جای داوود باز خالی ماند. و شاول به پسرش یوناتان گفت: چرا پسر یسای هم دیروز و هم امروز به سر سفره نآمد؟ و یوناتان به شاول جواب گردانید: داوود از من اذن پرسید تا که به بیت لحم برود و او به من گفت: لطفاً به رفتنم اذن بده، زیرا که خاندان ما در شهر قربانی خواهند کرد و برادرم به من امر فرموده است. و الحال اگر در نظرت التفات یافته باشم، من می روم تا که با برادرانم دیدار بینی نمایم. بنابراین او به سر سفره پادشاه نآمده است. و خشم شاول بر یوناتان علنگه زد، به او گفت: ای فرزند زنک سرکش عصیانکار، من اکنون دانستم که تو پسر یسای را برای شرمندگی خودت و شرمندگی عورت مادرت برگزیده ای. زیرا در تمام ایامی که پسر یسای بر روی زمین زنده باشد، تو پایدار نخواهی بود و پادشاهی تو نیز. و الحال بفرست و او را دستگیر کرده نزد من بیار، زیرا که او به مردن محکوم است. و یوناتان به پدرش شاول جواب گردانیده به وی گفت: چرا او به مردن محکوم بوده است؟ چی کرده است؟ و شاول نیزه خود را بر او انداخت تا که او را بزند. و یوناتان فهمید که پدرش به طور قطعی عزم نموده است که داوود را بکشد. و یوناتان به خشم آمده از سر سفره برخاست و در روز 2 9 ماه خوراک نخورد، زیرا که برای داوود غمگین بود و به آن سبب که پدرش او را خجل کرده بود. و بامدادان یوناتان در مهلتی که با داوود معین نموده بود به صحرا برآمد و امرد خردسال همراهش بود و به آن امرد گفت: برو و تیرهایی را که من می اندازم بیاب. همین که امرد دوید، او تیر را طوری انداخت که از وی آن سوتر گذشته رفت. و چون امرد به آنجا که یوناتان تیر انداخت می دوید، یوناتان از عقب امرد فریاد زده گفت: تیر آخر در آن طرف توست.
و یوناتان از عقیب امرد فریاد زد: شتاب نما، نیست. و امرد یوناتان تیرها را غنداشته نزد آقای خود آمد. و امرد از چیز وقوف نداشت، اما یوناتان و داوود تگی گپ را می دانستند. و یوناتان اسلحه خود را به امردی که در حضورش بود داده به وی گفت: رفته به شهر ببر. وقتی که امرد رفت، داوود از طرف جنوب برخاست و بر روی خود به زمین افتاده 3 کرات سجده برد. و آنها یکدیگر را بوسیده با همدیگر گریه کردند، لیکن داوود بیشتر گریست. و یوناتان به داوود گفت: به سلامتی برو. آنچه هر دوی ما به اسم خداوند قسم خورده گفتیم که بگذار خداوند در میان من و تو و در میان نسل من و نسل تو باشد تا ابد قائم خواهد بود. و او برخاسته روانه شد و یوناتان به شهر برگشت. کتاب یکم پادشاهان باب 21. داوود نزد اهیملک پنهان می شود. و داوود به نوب نزد اهیملک کاهن آمد. و اهیملک با آشوب به پیشواز داوود شتافته به او گفت: چرا تو تنها آمده ای و کسی با تو نیست؟ و داوود به اهیملک کاهن گفت: پادشاه به من کاری را سپرده به من گفت: از این کار که تو را برایش میفرستم و از آن چی تو به تو امر فرمودم بگذار کسی هیچ خبردار نشود. و نوکران را من در فلان جا گذاشتم. و الحال اگر چیزی در دستت باشد 5 تا نان یا هر چیزی که یافت شود به من بده. و کاهن به داوود جواب گردانیده گفت: نان عادی در دستم نیست، بلکه نان مقدس است، به شرطی که نوکران از زن خودداری کرده باشند. و داوود به کاهن جواب گردانیده به وی گفت: راستی گپ دیروز و پریروز از روزی که بیرون آمدم زنان از ما دور بودند و ظرفهای نوکران مقدس می باشد و اگرچه راه ما قدسیت ندارد، با وجود آن امروز نان در ظرفها مقدس خواهد ماند. و کاهن نان مقدس را به او داد، زیرا که در آن جای نان نبود جز نانهای تقدیم که از پیش خداوند برداشته شده بود، تا که در روز برداشتنش نانهای گرم بمانند. و در آنجا در آن روز شخصی از نفکران شاول به حضور خداوند ایستاده بود و او دوگ ادومی نام داشته، میر رمبانان شاول بود. و داوود به اهیملک گفت: آیا اینجا در دستت نیزه یا شمشیری هست؟ زیرا که من شمشیرم و یراق دیگرم را نیز با خود نآوردم، چون که سپارش پادشاه تعجیلی بود. و کاهن گفت: اینک شمشیر جالیات فلیشتی که ورا تو در دره ایلا کشتی در قفای افود با لباس پیچانیده مانده شده است. اگر می خواهی آن را برای خود بگیری، بگیر، زیرا که غیر از آن در اینجا دیگری نیست. و داوود گفت: خوبتر از آن نیست، آن را به من بده. و داوود برخاسته در آن روز از پیش شاول گریخت و نزد آکیش پادشاه جت آمد. و نوکران آکیش به وی گفتند: این آخر داوود پادشاه آن زمین است. درباره او آخر رقص کنان می سرودند: شاول هزارها را مغلوب کرد ولی داوود بیورها را. و داوود این سخنان را در دل خود جا داد و از آکیش پادشاه جت بسیار هراسان شد. و در نظر آنها رفتار خود را تغییر داده نزد آنها خود را به دیوانگی زد و بر طبقه های دروازه نقش می کشید و آب دهنش را بر ریشش می ریخت. و آکیش به نوکران خود گفت: اینک شما می بینید که این شخص دیوانه است، پس چرا ورا نزد من آورده اید؟ آیا من به دیوانگان احتیاج دارم که ورا آورده اید تا نزد من دیوانگی کند؟ آیا لازم است که این شخص به خانه من داخل شود؟ کتاب یکم پادشاهان باب 22. داوود در اطرافش سربازان را جمع کرده با آنها برآمده می رود. و داوود از آنجا رفته و مغاره ادولام گریخت. و برادرانش و تمام خاندان پدرش شنیده نزد او به آنجا فرود آمدند. و هر کی در احوال تنگ بود و هر کی قرضخواه داشت و هر کی تلخ عیش بود
نزد او جمع شدند و او سرکرده آنها گردید و تقریباً 400 نفر با او بودند. و داوود از آنجا به میصفای موآب رفت و به پادشاه موآب گفت: لطفاً پدرم و مادرم نزد شما بیایند تا بدانم که خدا با من چه خواهد کرد. و آنها را نزد پادشاه موآب آورده ماند و آنها تمام ایامی که داوود در آن پناهگاه بود نزد وی سکونت داشتند. و جاد نبی به داوود گفت: در این پناهگاه نیست، بلکه رهسپار شده به زمین یهودا برو. و داوود رفته به جنگل حارد رسید و شاول شنید که داوود و آدمانی که با او هستند پیدا شدند. و شاول در جبعا زیر درختی گز که بر تل بود می نشست و نیزه‌اش در دستش بود و همه فرمانبرانش در گرد و پیشش می ایستادند. و شاول به فرمانبران خود که در گرد و پیشش ایستاده بودند گفت: بشنوید ای بنی بنیامین، آیا پسر یسای نیز به همه شما کشتزارها و تاکستانها خواهد داد؟ و آیا همه شما را میر هزار و میر صد تعیین خواهد کرد که همه اتان بر ضد من زبان یک کرده اید و کسی گوشرس من نکرد که پسرم با پسر یسای عهد بسته است و کسی از شما غم مرا نخورد و گوشرس من نکرد که پسرم بنده مرا برانگیخته است تا که بر من کمین گیرد، چنانکه امروز واقع شده است. و دوگ ادومی که با فرمانبران شاول ایستاده بود جواب گردانیده گفت: من پسر یسای را دیدم که به نوب نزد اهیملک ابن اهیتوب آمد و او درباره وی از خداوند پرسید و توشه به وی داد و شمشیر جالیات فلیشتی را به وی داد. و پادشاه فرستاده اهیملک ابن اهیتوب کاهن و همه کاهنان خاندان پدر ورا که در نوب بودند دعوت نمود و همه آنها نزد پادشاه آمدند. و شاول گفت: بشنو ای ابن اهیتوب. وی گفت: لبی ای آقایم. و شاول به وی گفت: چرا تو و پسر یسای بر ضد من زبان یک کرده اید و طوری که تو به اون نان و شمشیر داده ای و درباره او از خدا پرسیده ای تا که بر من کمین گیرد چنان که امروز واقع شده است؟ و اهیملک و پادشاه جواب گردانیده گفت: کیست از همه بندگانت که مثل داوود امین باشد و او داماد پادشاه است و اجرا کننده فرمانهای توست و در خانه تو محترم است؟ آیا به پرسیدن از خدا درباره او همان روز شروع نمودم؟ حاشا و کلا. بگذار پادشاه این گناه را به بنده خود و به تمام خاندان پدرم نسبت ندهد، زیرا که بنده از تمام این کار به اندازه اندک یا زیاد وقوف نیافته است. و پادشاه گفت: ای اهیملک، تو و تمام خاندان پدرت حتما خواهید مرد. و پادشاه به شاطرانی که در گرد و پیشش ایستاده بودند گفت: حمله آورده کاهنان خداوند را بکشید، زیرا دست آنها نیز با داوود است، چون که از گریختن او وقوف یافته گوشرس من نکردند. ولی فرمانبران پادشاه نخواستند دستی تعدی دراز کنند تا که کاهنان خداوند را به هلاکت رسانند. و پادشاه به دوگ گفت: تو حمله آورده کاهنان را بکش. و دوگ ادومی حمله آورده به کشتن کاهنان شروع نمود و در آن روز وی 85 مرد را که ایفود کتان می پوشیدند به هلاکت رسانید و اهل نوب را که شهر کاهنان است به دم شمشیر کشت، مردان و زنان و کودکان و شیرمکان و گاوان و خران و گوسفندان را به دم شمشیر کشت. ولی یک پسر اهیملک ابن اهیتوب که نامش ابیاتار بود خلاصی یافته نزد داوود گریخت. و ابیاتار به داوود خبر داد که شاول کاهنان خداوند را کشت. و داوود به ابیاتار گفت: همان روز که دوگ ادومی در آنجا بود می دانستم که وی به شاول حتما خبر خواهد داد. من سبب هلاکت همه جانهای خاندان پدرت شدم. نزد من بمان، نترس، زیرا هر کی قصد جان تو دارد قصد جان من نیز خواهد داشت. تو نزد من در امنیت خواهی بود. کتاب یکم پادشاهان باب 23. ماجراهای داوود. و به داوود خبر داده گفتند:
اینک فلیشتیان به اهل قیلا جنگ میکنند و خیرمنها را تالان و تاراج می نمایند. و داوود از خدا پرسیده گفت: آیا رفته این فلیشتیان را تار و مار نمایم؟ و خداوند به داوود گفت: رفته فلیشتیان را تار و مار نما و اهل قیلا را نجات ده. ولی آدمان داوود به او گفتند: اینک ما اینجا در یهودا می ترسیم، پس خصوصا اگر بر ضد فوجهای فلیشتیان و قیلا برویم. و داوود باری دیگر از خداوند پرسید و خداوند به او جواب گردانیده گفت: برخاسته به قیلا فرود آی، زیرا که من فلیشتیان را به دست تو خواهم سپرد. و داوود با آدمانش به قیلا رفت و با فلیشتیان جنگ کرد و چاروای آنها را برد و به آنها ضربه بزرگی رسانید و داوود ساکنان قیلا را نجات داد. و هنگامی که ابیاتار ابن اهیملک نزد داوود گریخته آمد، افود را به دستش گرفته آورد و به شاول خبر دادند که داوود به قیلا آمده است. و شاول گفت: خدا او را به دست من سپرده است، زیرا او به شهری که دروازه و غلقه ها دارد در آمده خود را بند کرده است. و شاول تمام قوم را به جنگ دعوت نمود تا که به قیلا فرود آمده داوود و آدمان او را محاصره نماید. و داوود فهمید که شاول به مقابل او نیت بدی دارد و او به ابیاتار کاهن گفت: افود را نزدیک بیار. و داوود گفت: خداوند خدای اسرائیل، بنده از شنیده است که شاول می خواهد به قیلا آمده از باعث من شهر را ولنگار کند. آیا ساکنان قیلا مرا به دست وی خواهند سپرد؟ آیا شاول فرود خواهد آمد چنان که بنده از شنیده است؟ خداوند خدای اسرائیل، لطفاً بنده‌ات را آگاه نما. و خداوند گفت: وی فرود خواهد آمد. و داوود گفت: آیا ساکنان قیلا من و آدمانم را به دست شاول خواهند سپرد؟ و خداوند گفت: خواهند سپرد. و داوود با آدمانش که تقریباً 600 نفر بودند برخاست و آنها از قیلا برآمده به هر جایی که توانستند بروند رفتند. و چون به شاول خبر رسید که داوود از قیلا گریخته است، از یورش دست کشید. و داوود در بیابان بر صخره‌های دستنارس سکونت داشت و بر کوه در بیابان زیف اقامت نمود. و شاول همه وقت او را می جست، ولی خدا او را به دستش نمی سپرد. و داوود دید که شاول برای جستن جان او بیرون آمده است. و داوود در بیابان زیف در حورشا نام موضع سکونت داشت. و یوناتان ابن شاول برخاسته نزد داوود به حورشا آمد و دست او را با توکل کردن به خدا تقویت نمود. و به او گفت: نترس، زیرا که دست پدرم شاول تو را پیدا نخواهد کرد و تو بر اسرائیل پادشاه خواهی شد و من بعد از تو دومین خواهم بود و پدرم شاول نیز این را می داند. و هر دویشان به حضور خداوند عهد بستند و داوود در حورشا ماند و یوناتان به خانه خود رفت. و زیفیان نزد شاول به جبعا برآمده گفتند: داوود آخر نزد ما در حورشا بر صخره‌های دستنارس بر تری حقیلا که به طرف جنوبی بیابان است پنهان شده است. به الحال ای پادشاه، هر وقتی که دلت بخواهد فرود آی و دین ما این است که او را به دست پادشاه بسپاریم. و شاول گفت: خداوند شما را برکت دهد، زیرا در حق من دلسوزی کرده اید. پس بروید باز تیاری بینید و جایی را که قدمش گذاشته می شود و کسی او را در آنجا دیده است تفتیش نموده زیر چشم گیرید، زیرا به من می گویند که او بغایت مکار است. و همه پناهگاه‌هایی را که او در آن حال پنهان می شود تفتیش نموده زیر چشم گیرید و با معلومات عمیق نزد من برگردید و آنگاه من با شما خواهم رفت. و اگر او در این زمین باشد، من او را در میان همه قبیله های یهودا جستجو خواهم کرد. و آنها برخاسته از پیش شاول به زیف رفتند و داوود با آدمانش در بیابان ماعون در صحرا به طرف جنوبی بیابان بود. و شاول با آدمانش به جستجوی او رفت و این را به داوود خبر دادند و او از صخره فرود آمده
در بیابان ماعون جایگیر شد و شاول این را شنیده داوود را در بیابان ماعون تعقیب کرد و شاول به یک طرف کوه روانه بود و داوود با آدمانش به طرف دیگر کوه و داوود می شتافت تا که از پیش شاول بگریزد و شاول و آدمانش داوود و آدمانش را احاطه می کردند تا که آنها را دستگیر نمایند. ولی قاصد نزد شاول آمده گفت شتابان بیا زیرا که فلیشتیان به زمین هجوم آوردند. و شاول از تعقیب کردن داوود برگشته و پیشواز فلیشتیان روانه شد. بنابراین آن مکان را سیله همهلیقوت نامیدند. کتاب یکم پادشاهان باب 24. داوود شاول را در مغاره عین جدی امان می دهد. و داوود از آنجا برآمده در جایهای دستنارس عین جدی جایگیر شد. و هنگامی که شاول از تعقیب کردن فلیشتیان برگشت به او خبر داده گفتند اینک داوود در بیابان عین جدی می باشد. و شاول 3000 مرد گزین را از تمام اسرائیل گرفته و جستجوی داوود و آدمانش سوی صحراهای رفت که مسکن بزهای کوهی است و به قوره بز و گوسفندان که در سر راه بود رسید و در آنجا مغاره بود و شاول برای قضای حاجت به آنجا درآمد و داوود و آدمانش در اقصای مغاره نشسته بودند. و آدمان داوود به او گفتند اینک روزی که خداوند درباره آن به تو گفته است اینک من دشمنانت را به دستت می سپارم و هرچی در نظرت پسند آید به وی خواهی کرد. و داوود برخاسته دامن جامه شاول را آهسته برید. ولی بعد از آن دل داوود به اضطراب آمد از آن که دامن جامه شاول را بریده است. و او به آدمان خود گفت آشا و کلا از جانب خداوند که من چنین عمل به آقای خود مسیح خداوند بکنم، یعنی دست تعدی به وی دراز کنم، زیرا که وی مسیح خداوند است. و داوود آدمان خود را با این سخنان لت داده نگذاشت که آنها بر شاول قیام کنند. و شاول برخاسته از مغاره برآمده رفت. و بعد از آن داوود برخاسته از مغاره برآمد و از عقب شاول فریاد زده گفت ای آقایم پادشاه. و شاول به عقب خود نگریست و داوود رو به زمین افتاده به وی سجده برد. و داوود به شاول گفت چرا سخنان آدمان را میشنوی که میگویند اینک داوود به تو قصد بد دارد؟ اینک امروز چشمانت دیده است که خداوند امروز تو را در مغاره به دست من سپرده بود و بعضی ها گفتند که تو را بکشم. ولی من تو را امان داده گفتم دست خود را بر آقای خود دراز نخواهم کرد، زیرا که وی مسیح خداوند است. و بینگر ای پدرم و دامن جامه خود را در دست من ببین. مادامی که دامن جامه تو را بریدم ولی تو را نکشتم، بدان و یقین بدار که بدی و جنایت در دست من نیست و من در حق تو گناه نکردم و حالان که تو کمین میگذاری تا که جان مرا بگیری. بگذار خداوند در میان من و تو داوری نماید و بگذار خداوند انتقام مرا از تو بگیرد، ولیکن دست من بر تو نخواهد بود. چنان که مثل قدیمی میگوید شرارت از شریران صادر می شود، ولیکن دست من بر تو نخواهد بود. و مقابل کیست که پادشاه اسرائیل بیرون آمده است؟ تعقیبات تو به مقابل کیست؟ به مقابل سگ مرده است، به مقابل یک کیک است. پس بگذار خداوند داور باشد و در میان من و تو داوری نماید و دعوای مرا ببیند و بسنجد و مرا از دست تو برهاند. و هنگامی که داوود گفتن این سخنان را به شاول به انجام رسانید، شاول گفت آیا این آوازی توست ای پسرم داوود؟ و شاول آواز خود را بلند کرده گریست و به داوود گفت تو از من عادلتر هستی، زیرا که تو پاداش مرا با نیکی رساندی و حالان که من پاداش تو را با بدی رساندم. و تو امروز اثبات نمودی که چگونه به من نیکی کردی، در صورتی که خداوند مرا به دست تو سپرد ولی تو مرا نکشتی. و اگر کسی دشمن خود را یافته باشد آیا او را با نیکی رها میکند؟
بگذار خداوند تو را به بدل آنچه امروز برای من کردی با نیکی پاداش دهد. و اینک الحال می دانم که تو حتما پادشاه خواهی شد و مملکت اسرائیل در دست تو استوار خواهد گردید. و الحال برای من به خداوند قسم بخور که بعد از سری من نسل مرا نیست و نابود نخواهی کرد و نام مرا از خاندان پدرم محو نخواهی نمود. و داوود به شاول قسم خورد و شاول به خانه خود رفت و داوود و آدمانش به قلعه خود برآمدند. کتاب یکم پادشاهان باب 25. وفات سموئیل. داوود و نابال. و سموئیل وفات کرد و تمام اسرائیل جمع شده برای او نوحه‌گری کردند و او را در خانه‌اش در راما دفن نمودند. و داوود برخاسته به بیابان فاران فرود آمد. و مرد در ماعون بود که داراییش در کرمیل بود و این مرد بغایت ثروتدار بوده 3000 گوسفند و 1000 بز داشت. و او در موسم پشمبوری رمه‌هایش در کرمیل بود. و نام این مرد نابال و نام زنش ابیجیل بود. و این زن عاقله و خوشجمال بود، ولی این مرد سختگیر و بدکار بوده از خاندان غالب بود. و داوود در بیابان شنید که نابال رمه‌هایش را پشمبوری میکند. و داوود 10 جوان را فرستاد. و داوود به آن جوانان گفت به کرمیل برآیید و نزد نابال رفته از نام من به او سلام رسانید و بگویید زنده باش، آسایشتگی بر تو باد، آسایشتگی بر خاندان تو، آسایشتگی بر هر چیزی که داری. و الحال شنیدم که نزد تو پشمبوری میکنند. الحال چوپانانی که تو داری با ما بودند و ما به آنها آسیب نرسانده ایم. و در تمام ایامی که آنها در کرمیل بودند هیچ یک چیزشان تلف نشده است. از نوکران خود بپرس و آنها به تو خواهند گفت. پس بگذار این جوانان در نظر تو التفات یابند، زیرا که ما در روز نیک آمده ایم. لطفاً از آنچه زیر دست توست برای بندگانت و برای پسرت داوود بده. و جوانان داوود آمده این سخنان را از نام داوود و نابال گفتند و خاموش ماندند. و نابال به نوکران داوود جواب گردانیده گفت: داوود کیست و پسر عیسی کیست؟ امروز غلامان زیادی هستند که هر یک از پیش آقایان خود گریخته رفتند. آیا رواست که من نان خود و آب خود و گوشت خود را که برای پشمبوران خود مهیا کردم بگیرم و به کسانی که نمیدانم از کجا پیدا شده‌اند بدهم؟ و جوانان داوود تاب خورده برای خود رفتند و گشته آمده همه این سخنان را به او خبر دادند. و داوود به آدمان خود گفت: هر یک شمشیر خود را بندید. و هر یک شمشیر خود را بستند و داوود نیز شمشیر خود را بست. و تقریباً 400 کس از عقب داوود رفتند و 200 کس نزد اشیا ماندند. ولیکن به ابیجیل زنی نابال یکی از نوکرانش خبر داده گفت: اینک داوود قاصدان را از بیابان فرستاد تا که آقای ما را تبریک گویند، ولی او به آنها دغلانه مناسبت نمود. و حالان که این آدمان به ما بغایت نیکو رفتار کردند و در تمام ایامی که ما در صحرا بوده با آنها می گشتیم و ما آسیب نرسیده است و هیچ چیزی ما تلف نشده است. در تمام ایامی که ما با آنها گشته رمه ها را می چرانیدیم، هم روزانه و هم شبانه آنها برای ما مثل حصار بودند. و الحال بدان و ببین که چی باید بکنی، زیرا مصیبت بر آقای ما و بر تمام خاندانش تهدید می نماید. و او شخص نابکار است به طوری که با او گپ زدن ممکن نیست. و ابیجیل شتابان 200 تا نان و 2 مشک شراب و 5 گوسفند پخته و 5 سیاه خوشبیریان و 100 سر مویز سایگی و 200 قرص انجیر گرفته به خرها بار کرد. و به نوکرانش گفت: پیشا پیش من روانه شوید، اینک من از قفای شما می آیم. ولیکن به شوهرش نابال خبر نداد. و هنگامی که او به خر سوار شده با پیراهه‌ای به نظر ناعیان کوه می رفت، اینک داوود و آدمانش به پیشواز وی فرود آمدند و او با آنها روبرو شد. و داوود می گفت:
حقیقتاً من تمام دارایی این شخص را در بیابان بیهوده نگهبانی نمودم و از تمام دارایی وی چیز تلف نشده است، ولیکن وی به بدل نیکی به من با بدی پاداش داده است. خداوند به دشمنان داوود چنین و زیاده از این بکند اگر من تا صبح دم از تمام دارایی وی یک نرینه باقی بگذارم. و هنگامی که ابیجیل داوود را دید، شتابان از بالای خر آمد و پیش داوود رو بر زمین افتاده و او سجده کرد و نزد پاهای او افتاده گفت: این گناه بر من است ای آقایم، لطفاً کنیزت در گوش تو سخن گوید و سخنان چوری خود را بشنو. بگذار آقایم به این مرد نابکار یعنی به نابال دقت ندهد، زیرا نام وی چگونه باشد خودش همان گونه است. نامش نابال است و زشتی با اوست، ولی من چوری تو نفکران آقایم را که تو فرستادی ندیدم. و الحال ای آقایم، قسم به حیات خداوند و قسم به حیات تو که خداوند تو را از خونریزی نگاه داشته نگذاشته است که با دست خود انتقام گیری. و الحال دشمنانت به آنهایی که به آقایم بدی میخواهند بگذار مثل نابال شوند. و این است انعامی که کنیزت برای آقایم آورده است و آن به نفکرانی که همراه آقایم میروند داده می شود. لطفاً از گناه چوری خود گذرایی نما. یقیناً خداوند برای آقایم خاندانی متین برقرار خواهد کرد، زیرا که آقایم جنگ‌های خداوند را میبرد و تمام ایام عمرت در تو بدی یافت نخواهد شد. و اگر کسی برخواسته تو را تعقیب نماید و قصد جان تو کند، جان آقایم با رشته حیات نزد خداوند خدای تو بسته خواهد بود، ولی جان دشمنانت را او مثل آن که از درون فلخمان باشد دور خواهد انداخت. و هنگامی که خداوند به آقایم موافق هر آنچه درباره تو گفته است نیکی بکند و تو را بر اسرائیل رئیس تعیین نماید، آنگاه این برای تو سبب تأسف و برای آقایم عذاب وجدان نخواهد شد که خون ناحق ریخته است و آقایم انتقام را به دست خود روا دیده است. و هنگامی که خداوند به آقایم نیکی کند، کنیز خود را به یاد خواهی آورد. و داوود به ابیجیل گفت: مبارک است خداوند خدای اسرائیل که تو را امروز به پیشواز من فرستاد. و خیرد تو مبارک است و خودت مبارک هستی که امروز مرا نگذاشتی که خون بریزم و با دست خود انتقام گیرم. ولیکن قسم به حیات خداوند خدای اسرائیل که مرا از بدی کردن به تو نگاه داشت. اگر تو شتابان به پیشواز من نمی آمدی، البته نزد نابال تا صبحیدم نرینه باقی نمی ماند. و داوود آنچه را که برای او آورده بود از دست وی گرفته به وی گفت: به سلامتی به خانه‌ات برو، اینک من به آواز تو گوش انداخته تو را روی خاطر کردم. و ابیجیل نزد نابال آمد و اینک بزم در خانه او مثل بزم پادشاه آراسته شده بود و دل نابال شاد گردیده او بغایت مست بود و تا صبح وی به او چیز کم یا زیاد خبر نداد. و بامدادان وقتی که مستی از نابال بیرون رفت، زنش این حادثه ها را به او خبر داد و دل او اندرون او شخ شده ماند و خودش مثل سنگ گردید. و چنین واقع شد که بعد از 10 روز خداوند نابال را مبتلای درد گردانید و او مرد. و چون داوود شنید که نابال مرده است، گفت: مبارک است خداوند که نقار ننگ مرا از نابال ستانیده است و بنده خود را از بدی نگاه داشته است و بدی نابال را به سر وی برگردانیده است. و داوود فرستاد تا به ابیجیل بگویند که او می‌خواهد ورا برای خود به زنی بگیرد. و نفکران داوود نزد ابیجیل به کرمل آمدند و به وی سخن رانده گفتند: داوود ما را نزد تو فرستاد تا که تو را برای خود به زنی بگیرد. وی برخاست و رو به زمین سجده برده گفت: اینک کنیز تو حاضر است توریه بشود تا که پایهای نفکران آقایم را بشوید. و ابیجیل شتابان برخاسته بر خر سوار شد و 5 کنیزش به وی همراهی کردند و از عقب قاصدان داوود روانه شد و زنی او گردید. داوود اهینوام را نیز برای خود به زنی میگیرد. داوود پیش از این اهینوام اسرائیلی را به زنی گرفته بود.
و اکنون هر دوی آنها زنان او بودند. و شاول دخترش میکل را که زنی داوود بود و فلتی ابن لیش که از جلیم بود داد. کتاب یکم پادشاهان باب 26. داوود بار دویم شاول را امان می‌دهد. وظیفیان نزد شاول به جبعه آمده گفتند داوود آخر در تل حکیلا که رو بر روی بیابان است پنهان شده است. و شاول برخاسته به بیابان زیف فرود آمد و 3000 مرد گزین اسرائیل همراه او بودند تا که داوود را در بیابان زیف جستجو نمایند. و شاول در جبعه حکیلا که رو بر روی بیابان در سر راه است اردو زد. و داوود در بیابان بود و دید که شاول از پی او آمده است. و داوود جاسوسان را فرستاد و دانست که شاول حقیقتا آمده است. و داوود برخاسته به مکانی که شاول اردو زده بود آمد و داوود جایی را که شاول و سرلشکرش ابنیر ابن نیر در آن خوابیده بودند دید. و شاول اندرون دوره می خوابید و قوم گرداگرد او جایگیر شده بودند. و داوود به اهیملک هیتی و ابیشای ابن سرویا برادر یوآب مراجعت نموده گفت کیست که با من نزد شاول به اردوگاه فرود آید؟ و ابیشای گفت من با تو فرود می آیم. و داوود و ابیشای شبانه نزد قوم آمدند و اینک شاول اندرون دوره یازیده خوابیده است و نیزه‌اش پیش سرش در زمین خلانیده شده است. و ابنیر و قوم گرداگرد او خوابیدند. و ابیشای به داوود گفت خدا امروز دشمن تو را به دست تو سپرده است. و الحال به من اذن بده تا که او را با یک ضربه نیزه به زمین بدوزم و برای ضربه دوم حاجت نخواهد بود. ولی داوود به ابیشای گفت او را نکش، زیرا کیست که دست خود را به مسیح خداوند دراز کرده به جزا مانده باشد؟ و داوود گفت قسم به حیات خداوند که او را یا خداوند محو خواهد کرد یا اجلش رسیده خواهد مرد یا به جنگ رفته نابود خواهد شد. حاشا از ترس خداوند که من دست خود را به مسیح خداوند دراز کنم. و الحال لطفاً نیزه را که پیش سرش می باشد و کوزه آب را بگیر و ما برای خود برویم. و داوود نیزه و کوزه آب را از پیش سر شاول گرفت و آنها برای خود رفتند و کسی ندید و کسی نفهمید و کسی بیدار نشد چون که همه غرق خواب بودند زیرا خواب سخت از جانب خداوند بر آنها غالب آمده بود. و داوود به طرف دیگر گذشته بر قله کوه از دوردست ایستاد به طوری که مسافه بزرگ در میان آنها بود. و داوود قوم و ابنیر ابن نیر را خوانده گفت ای ابنیر جواب ده. و ابنیر جواب گردانیده گفت تو کیستی که پادشاه را میخوانی؟ و داوود به ابنیر گفت تو آخر مرد هستی و در اسرائیل کیست که مثل تو باشد؟ پس چرا آقای خود پادشاه را نگهبانی نمی کنی؟ زیرا یکی از میان قوم آمده بود تا که آقای تو پادشاه را به هلاکت برساند. این کاری که تو کرده خوب نیست. قسم به حیات خداوند که همه شما سزاوار قتل هستید چون که آقای خود مسیح خداوند را نگهبانی نکرده اید. و الحال ببین که نیزه پادشاه و کوزه آب که پیش سرش بود کجاست؟ و شاول آواز داوود را شناخته گفت آیا این آواز توست ای پسرم داوود؟ و داوود گفت آواز من است ای آقایم پادشاه. و گفت این از چه سبب است که آقایم بنده خود را تعقیب میکند؟ من چی کردم و چی شرارت در دست من است؟ و الحال لطفاً آقایم پادشاه سخنان بنده‌اش را بشنود. اگر خداوند تو را به مقابل من برانگیخته باشد بگذار او هدیه مرا قبول کند. ولیکن اگر بنی آدم برانگیخته باشد بگذار آنها به حضور خداوند ملعون باشند زیرا که آنها امروز مرا از تعلق داشتن به ملک خداوند به در رانده میگویند رفته خدایان دیگر را عبادت نما. و الحال بگذار خون من دور از حضور خداوند بر زمین ریخته نشود زیرا که پادشاه اسرائیل برای جستجوی یک کیک بیرون آمده است چنان که کبکی را در کوهها تعقیب می کنند. و شاول گفت من خطا کردم
برگرد ای پسرم داوود، زیرا به تو دیگر بدی نخواهم کرد، چون که امروز جان من در نظر تو عزیز بود. اینک ابلهانه رفتار کرده بغایت گمراه گردیدم. و داوود جواب داده گفت: اینک نیزه پادشاه، بگذار یکی از امردان به اینجا گذشته آن را گیرد و خداوند بگذار و هر کس بر طبق عدالت وی و صداقت وی پاداش دهد، چون که خداوند تو را امروز به دستم سپرد، ولی من نخواستم دست خود را بر مسیح خداوند دراز کنم. و اینک چنان که امروز جان تو در نظر من عزیز بود، آنچنان جان من هم بگذار در نظر خداوند عزیز باشد و او مرا از هر مصیبت خلاصی دهد. و شاول به داوود گفت: مبارک هستی تو ای پسرم داوود، که هم کارهای بزرگ خواهی کرد و هم کامیاب خواهی شد. و داوود به راه خود رفت و شاول به مکان خود برگشت. کتاب یکم پادشاهان باب 27. ناباوری داوود. داوود در میان فلیشتیان. و داوود در دل خود گفت: الحال یگان روز به دست شاول افتاده تلف خواهم شد. برای من چیزی بهتر از آن نیست که به زمین فلیشتیان بگریزم و شاول از امید دستگیر کردن من در تمام حدود اسرائیل ناامید خواهد گردید و من از دست او رها خواهم شد. و داوود برخاسته با 600 آدمی که همراه او بودند سوی آکیش ابن ماعوک پادشاه جت گذشت. و داوود نزد آکیش در جت ساکن شد، خودش و آدمانش، هر یکی با اهل بیتش، و داوود با 2 زنش، اهینوام اسرائیلی و سابق زن نابال ابیجیل کرملی. و به شاول خبر رسید که داوود به جت گریخته است و دیگر او را جستجو نکرد. و داوود با آکیش گفت: لطفاً اگر من در نظر تو التفات یافته باشم و من در یکی از شهرهای خرد مکانی بدهند تا که در آنجا ساکن شوم. چرا بنده در شهر پادشاه نشین با تو سکونت داشته باشم؟ و آکیش در آن روز به او سیقلاج را داد. بنابراین سیقلاج تا امروز از آن پادشاهان یهوداست. و شماره روزهایی که داوود در کشور فلیشتیان سکونت داشت 1 سال و 4 ماه بود. و داوود با آدمانش می برآمد و آنها بر جشوریان، جزریان و امالیقیان تاخت و تاز می کردند، زیرا که این قبیله ها از قدیم الایام در آن زمین تا راه شور و تا زمین مصر ساکن بودند. و داوود آن زمین را ولنگار کرده مرد و زنی را زنده نمی گذاشت و بز و گوسفندان و گاوان و خران و شتران و لباس آنها را می گرفت و برگشته نزد آکیش می آمد. و آکیش می گفت: امروز به کجا تاخت و تاز کردید؟ و داوود می گفت: به جنوب یهودا، به جنوب یرحمئیلیان، به جنوب قینیان. و داوود مرد و زن را زنده نمی گذاشت تا که به جت بیارد، زیرا که می گفت: مبادا آنها درباره ما خبر داده گویند داوود چنین عمل کرد. در تمام ایامی که او در کشور فلیشتیان سکونت داشت، طرز رفتارش چنین بود. و آکیش به داوود ایمان آورده به دل خود می گفت: وی در نظر قوم خود اسرائیل تماما نفرت انگیز گردیده است و به صورت ابدی بنده من خواهد بود. کتاب یکم پادشاهان باب 28. داوود در میان دشمنان اسرائیل. و در آن ایام چنین واقع شد که فلیشتیان سربازان خود را در لشکرگاه ها جمع آوردند تا که با اسرائیل جنگ کنند. و آکیش به داوود گفت: یقینا بدان که تو و آدمانت همراه من برآمده به لشکرگاه خواهی آمد. و داوود به آکیش گفت: این طور باشد تو خواهی دانست که بنده چه خواهد کرد. و آکیش به داوود گفت: پس من تو را به طور دائمی پاسبان سر خود تعیین خواهم نمود. و سموئیل وفات یافت و تمام اسرائیل برای او نوحه‌گری کردند و او را در شهرش راما دفن نمودند. و شاول جادوگران و عزایم خانان را از مملکت به در راند. و فلیشتیان جمع شده آمدند
و در شونم اردو زدند و شاول تمام اسرائیل را جمع کرد و آنها در جلبوعه اردو زدند. و هنگامی که شاول لشکرگاه فلیشتیان را دید به هراس افتاد و دلش مضطرب گردید. و شاول از خداوند پرسید ولی خداوند به او جواب نگرداند، نه به واسطه خوابها، نه به واسطه اوریم و نه به واسطه انبیا. و شاول به نوکرانش گفت برای من زنکی جادوگر را جستجو کنید تا نزدش رفته از وی پرسم. و نوکرانش به او گفتند اینک زنک جادوگر در این دور می باشد. و شاول نمود ظاهری خود را دیگرگون ساخته لباس دیگر در بر کرد و 2 نفر را از آدمانش همراه خود گرفته روانه شد و شبانه آنها نزد زنک آمدند. و او گفت لطفاً به واسطه جادو برای من فال بکشا و کسی را که به تو بگویم از برایم برار. ولی زنک به او گفت اینک آنچه را که شاول کرده است تو میدانی که او جادوگران و عزایم خانان را از مملکت برهم داده است. پس چرا تو به مقابل جان من دام میگذاری تا که مرا به هلاکت برسانی؟ و شاول برای وی به خداوند قسم خورده گفت قسم به حیات خداوند که تو برای این کار جزای نخواهی کشید. و زنک گفت کی را برایت برارم؟ و او گفت سموئیل را برایم برار. و زنک سموئیل را دید و با آواز بلند داد زد و زنک به شاول سخن رانده گفت چرا مرا فریب دادی؟ تو آخر شاول هستی. و پادشاه به وی گفت نترس، چی دیدی؟ و زنک به شاول گفت خدای را دیدم که از زمین می براید. و او به وی گفت نمود ظاهریش چگونه است؟ و وی گفت مردی پیر می براید و او جامه دربر کرده است. و شاول دانست که این سموئیل است و رو به زمین افتاده سجده برد. و سموئیل به شاول گفت چرا مرا بی‌ضابطه نموده برآوردی؟ و شاول گفت من بغایت به تنگ آمدم چون که فلیشتیان با من جنگ میکنند و خدا از من دور شده است و دیگر به من نه به واسطه انبیا جواب میدهد نه به واسطه خوابها. بنابراین تو را خواندم تا مرا هدایت نمایی که چی باید بکنم. و سموئیل گفت چرا از من میپرسی در صورتی که خداوند از تو دور شده و دشمنی تو تبدیل یافته است؟ و خداوند خودش طور عمل نموده است که به واسطه من گفته بود و خداوند مملکت را از دست تو کشیده گرفته به یار تو داوود آن را داده است. از بس که تو به آواز خداوند گوش ندادی و آتش غضب او را بر عمالق فرو نریختی، بنابراین خداوند امروز این کار را در حق تو کرده است. و خداوند اسرائیل را نیز با تو به دست فلیشتیان خواهد سپرد و فردا تو و پسرانت نزد من خواهید بود. اردوگاه اسرائیل را نیز خداوند به دست فلیشتیان خواهد سپرد. و شاول در حال با تمام قامتش بر زمین افتاد و از سخنان سموئیل بغایت ترسید. در عین حال او مجال هم نداشت زیرا که تمام روز و تمام شب خوراک نخورده بود. و آن زنک نزدیکی شاول آمده دید که او بغایت به هراس افتاده است و به او گفت اینک چوری تو به آوازت گوش داد و من جان خود را به کف دست گرفته و سخنانی که به من گفتی اطاعت کردم. و الحال لطفاً تو نیز به آواز چوری خود گوش ده. من یک پارچه نان پیش تو بمانم تا که بخوری و قوت پیدا کرده برای خود بروی. ولی او رد نموده گفت نمیخورم. ولی که نوکرانش و آن زنک از او بسیار التماس کردند و او به آواز آنها گوش داده راضی شد و از زمین برخاسته بر کورپچه نشست. و آن زنک گوساله آخری در خانه داشت و با زودی آن را ذبح نمود و آرد گرفته خمیر کرد و فطیر پخت و پیش شاول و نوکرانش ماند و آنها خوردند و بعد برخاسته همان شب رفتند. کتاب یکم پادشاهان باب 29. داوود با معجزه خدا از خروج ضد اسرائیل فارغ شد و فلیشتیان همه لشکرهای خود را در افیق جمع کردند و اسرائیلیان نزد چشمه‌ای که در ازرائیل است اردو زدند. و سروران فلیشتیان
با فوج‌های 100 نفری و 1000 نفری می‌گذشتند، ولی داوود و آدمانش با آکیش از عقیب روانه بودند. و میران فلیشتیان گفتند: این عبریان کیستند؟ و آکیش و میران فلیشتیان گفت: این آخر داوود بنده شاول پادشاه اسرائیل است که 1-2 سال باز نزد من می باشد و از روز آمدنش تا امروز از او عیب نیافتم. و میران فلیشتیان بر او خشمگین شدند و میران فلیشتیان به او گفتند: این مرد را برگردان تا به مکانی که برایش تعیین نموده گشته رود و با ما به جنگ نبراید و در جنگ به ما دشمنی نکند، زیرا وی با چه چیزی می تواند با آقای خود آشتی شود؟ آیا نه با کله های این آدمان؟ این آخر همان داوود است که درباره وی رقص کنان می سرودند: شاول هزارها را مغلوب کرد ولی داوود بیورها را. و آکیش داوود را دعوت نموده به او گفت: قسم به خداوند که تو دلصاف هستی و با من در اردوگاه درآبرا کردنت در نظر من پسند می آید، زیرا از روزی که نزد من آمده ای تا امروز از تو بدی ندیدم، ولی در نظر سروران تو خوب نیستی. و الحال برگشته به سلامتی برو و کاری نکن که به نظر سروران فلیشتیان بد نماید. و داوود با آکیش گفت: من چی کردم؟ و از روزی که نزد تو آمدم تا امروز در بنده چی یافته ای که من نآیم و با دشمنان آقایم پادشاه جنگ نکنم؟ و آکیش به داوود جواب گردانیده گفت: می دانم که تو در نظرم مثل فرشته خدا نیک هستی، اما میران فلیشتیان گفتند: وی با ما به جنگ نبراید. و الحال بامدادان با نفکران آقایت که با تو آمدند بر محل برخیز. و چون بامدادان بر محل برخاستید، برایتان هوا روشن که شد بروید. و داوود با آدمانش بامدادان بر محل برخاست تا که به زمین فلیشتیان برگردد. و فلیشتیان به اسرائیل برآمدند. کتاب یکم پادشاهان باب 30. داوود از تاراجگران سیقلاج انتقام ستاند. و هنگامی که داوود و آدمانش در روز 3 به سیقلاج رسیدند، معلوم شد که عمالقیان به جنوب و به سیقلاج هجوم کردند و سیقلاج را تارومار نموده آن را به آتش سوزانیدند. و زنان و هر کسی در آن بوده را از خور تا کلان اسیر کردند، هیچ کس را نکشتند، بلکه به اسیری برده به راه خود رفتند. و داوود با آدمانش به شهر آمد و اینک آن به آتش سوخته است و زنان و پسران و دخترانشان اسیر گردیدند. و داوود و قومی که با او بودند آواز خود را بلند کرده گریستند تا به درجه که دیگر مجال گریستن نداشتند. و 2 زنی داوود، اهینوام اسرائیلی و ابیجیل زنی نابالی کرمیلی اسیر شده بودند. و داوود بغایت به تنگ آمد، زیرا که قوم می‌خواستند او را سنگسار کنند، چون که تمام قوم هر یکی برای پسران و دخترانشان تلخکام گردیده بودند. ولی داوود به خداوند خدای خود توکل نموده قوت می‌یافت. و داوود به ابیاتار کاهن ابن اهیملک گفت: لطفاً ایفود را نزد من بیار. و ابیاتار ایفود را نزد داوود آورد. و داوود از خداوند پرسیده گفت: آیا این فوج را دنبالگیری نمایم؟ آیا به آنها می توانم برسم؟ و به او گفت: دنبالگیری نما، زیرا که حتما به آنها خواهی رسید و رها خواهی کرد. و داوود با 600 نفری که همراه او بودند روانه شد. و آنها به رود بسور رسیدند و آنهایی که خسته شده بودند در آنجا باز ایستادند. و داوود با 400 نفر دنبالگیری را دوام داد، ولی 200 نفری که خسته شده نتوانسته بودند از رود بسور بگذرند باز ایستادند. و در صحرا شخص مصری را یافته او را نزد داوود آوردند و به او نان دادند که بخورد و او را آب نوشانیدند. و به او پارچه از قرص انجیر و 2 سر انگور سایگی دادند و او خورده به خود آمد، زیرا که 3 روز و 3 شب
نه نان خورده بود و نه آب نوشیده بود. و داوود به او گفت: تو از آن کی هستی و از کجا می باشی؟ او گفت: من جوانی مصری و غلام شخص عمالقی هستم و آقایم مرا پرتافته است، زیرا 3 روز است که من بیمارم. ما به جنوب کریتیان و به ملک یهودا و به جنوب قالب تاخت و داس کردیم و سیقلاج را به آتش سوزاندیم. و داوود به او گفت: آیا تو مرا به آن فوج برده می رسانی؟ او گفت: برای من به خدا قسم بخور که مرا نخواهی کشت و مرا به دست آقایم نخواهی سپرد و من تو را به آن فوج خواهم رساند. و او ورا برده رساند و اینک آنها بر روی تمام آن زمین پهن شده می خوردند و می نوشیدند و شادی می کردند و مناسبت تمام آن غنیمت بزرگی که از زمین فلیشتیان و از زمین یهودا گرفته بودند. و داوود آنها را از سر شب تا بیگاهی روز دیگر ضربه می زد و کسی از آنها رها نشد غیر از 400 نفر جوانانی که بر شترها سوار شده رو به گریز آوردند. و داوود هر چی را که عمالقیان گرفته بودند رها کرد و 2 زنی خود را داوود رها کرد و آنها از هیچ چیزی خرد و کلان محروم نشدند، نه از پسران و دختران، نه از غنیمت و نه از هر چیزی که از آنها گرفته برده بودند. همه اش را داوود برگردانید. و داوود همه بز و گوسفندان و گاوان را گرفت و آنها را پیشاپیش چاروای خود رانده می گفتند: این غنیمت داوود است. و داوود نزد آن 200 نفر که نتوانسته بودند از عقب داوود بیروند و او آنها را پیش رود بسور مانده بود، آمد و آنها به پیشواز داوود و به پیشواز قومی که با او بودند برآمدند. و داوود به این قوم نزدیک آمد و از سلامتی آنها پرسید. ولی همه شخصان بد و نابکار از میان آدمانی که با داوود رفته بودند سخن رانده گفتند: از بس که آنها با ما نرفتند، از غنیمتی که به دست آوردیم با آنها چیزی نخواهیم داد، بلکه بگذار هر کس فقط زنش و بچگانش را گرفته با آنها برآمده رود. ولی داوود گفت: این طور عمل نکنید ای برادرانم. در صورتی که این چیزها را خداوند به ما داده است و ما را نگهبانی نموده است و آن فوج را که بر ما تاخت و تاز کرده بود به دست ما سپرده است. و کیست که در این بابت به شما گوش دهد؟ زیرا حصه کسی که نزد اشیا می ماند مثل حصه کسی که به جنگ می رود خواهد بود. باید به همه برابر تقسیم کرده شود. و از آن روز اعتباراً همین طور شد و این را او همچون قانون و قاعده برای اسرائیل تا امروز قرار داده است. و داوود به سیقلاج آمد و از آن غنیمت به پیران یهودا که یاران او بودند فرستاده گفت: اینک تحفه از غنیمت دشمنان خداوند برای شما، برای اهل بیت ایل و اهل رامای جنوبی و اهل یتیر و برای اهل اروئیر و اهل سیفمود و اهل اشتموعه و برای اهل راکال و اهل شهرهای یرحمیلیان و اهل شهرهای قینیان و برای اهل هارما و اهل کوراشان و اهل اتاک و برای اهل هبرون و همه جایهایی که داوود با آدمانش در آنها آمد و رفت میکرد. کتاب یکم پادشاهان باب 31. تفت شاول و پسرانش. و فلیشتیان با اسرائیل جنگ میکردند و مردم اسرائیل از پیش فلیشتیان گریختند و بر کوه جلبوعه شهید شده افتادند. و فلیشتیان به شاول و پسرانش آمده رسیدند. و فلیشتیان یوناتان و امیناداب و ملکیشوعه پسران شاول را کشتند و جنگ بر ضد شاول سخت شد. و سربازانی که تیر از کمان می انداختند او را به زیر تیر گرفتند و او از دست تیراندازان بغایت دلتنگ شد. و شاول به سلاح بردار خود گفت: شمشیر خود را کشیده مرا با آن بزن، مبادا این نامختونان آمده مرا به خواری بکشند. ولی سلاح بردارش نخواست، زیرا که بغایت ترسید. و شاول شمشیر خود را گرفته بر آن افتاد. و سلاح بردارش دید که شاول مرد
وی نیز بر شمشیر خود افتاده با او مرد. به همین طریق شاول و 3 پسرش و سلاح بردارش نیز همه آدمانش در آن روز یک جای مردند. و مردم اسرائیل که در آن طرف وادی و در آن طرف اردن بودند، چون دیدند که اسرائیلیان رو به گریز آوردند و شاول و پسرانش مردند، شهرها را پرتافته گریختند و فلیشتیان آمده در آنها ساکن شدند. و فردایش فلیشتیان برای لوچ کردن شهیدان آمدند و شاول و 3 پسرش را یافتند که بر کوه جلبوعه افتاده بودند و سر او را بریدند و اسلحه او را گرفتند و به هر طرف زمین فلیشتیان فرستادند تا که به بتخانه های خود و به قوم بشارت دهند. و اسلحه او را در خانه اشتاره گذاشتند و جسدش را بر حصار بیتشان آویختند. و ساکنان یابش گلعاد آنچه را که فلیشتیان به شاول کرده بودند شنیدند. و همه مردان دلیر برخاسته تمام شب راه پیمودند و جسد شاول و جسد پسرانش را از حصار بیتشان گرفتند و به یابش آمده آنها را در آنجا سوزانیدند و استخوان‌های آنها را گرفته زیر درخت گز که در یابش است دفن کردند و 7 روز روزه داشتند.